خب بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که انشاءالله صدا و صورت و شکل خوب است و دقت اگر مشکلی در برنامه باشد در صدا و صورت، یعنی خبر کنید تا اینکه قبل از آغاز برنامه برطرف سازیم و پس از آن انشاءالله که شروع نماییم. فعلا در یوتیوب برنامه رفته ایستاده است، هیچ مشکلی در رفتی برنامه وجود ندارد و در فیسبوک هم اینچنین در چند گروه هم الحمدلله که برنامه گذاشته شد و میتونید که در فیسبوک هم برنامه ما را تعقیب نمایید تا اینکه اگر مشکلی در یوتیوب براتون پیش آمده باشد انشاءالله که در یوتیوب در فیسبوک میتونید که با وجه خوب تماشا کنید. خوب، یک بار دیگر براتون خاطر رسان میکنم دقت در رفت برنامه تو مشکلی در آن نباشد. مدیراتورایی که هستید خواهش میکنیم سیلکه فیسبوک هم در فیسبوک یعنی که گذاشته شود در چند گروه هایی که امکان گذاشتنی آنها هست تا بیشتر بتونم برنامه را انشاءالله که ببینم. خوب، بله خوب، خیلی خوب. امیدوارم که انشاءالله صدا و صورت به شکل خوب است. در گذاشتن لایک ها و پیست به شبکه اصلاح لایف و اینچنین به اصلاح انگلیش، برادرانی که در اصلاح انگلیش هستید میتونید که یک بار داخل شده در به اصلاح لایک های خودتون از جانب دوریتون رو بگذارید. اگر پیست نکرده باشید پیست کنید و پس از آن باز دوباره وارد اصلاح انگلیش شوید. اینکه در اصلاح لایف الحمدلله الگوریتم اصلاح لایف هم به شکل خوب دیگر در این روزهای اخیر کار شروع کرد، چون دیگر چیزی جز از خودی اونچه که برنامه منبر مهاجر است از اون دیگر چیزی دیگری وجود ندارد. پس این هم الحمدلله یک موفقیت دیگری مبارزان است الحمدلله. و فعلا در فیسبوک هم ما را 80 نفر پیگیری دارد و امیدواریم که در طول برنامه دیگر 81 نفر یعنی که دیده ایستادن الحمدلله. فیسبوک یک شکلی است که به یک شکلی هم خیلی میمونش و حتی افرادی بیرون از فیسبوک نمیفهمند که تماشا دارند، یعنی ولی در مون نشان میده که 86 نفر فعلا وارد فیسبوک شدن در گروه هایی که ما گذاشته ایستادیم، یعنی برنامه رفته ایستاده است. یریدون لیطفئوا نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کره المشرکون. الحمدلله این هم فضل و کرم الله است و افرادی که میخواهند در این راه مبارزه خود را انجام دهند. خوب بیننده عزیز و گرامی، امیدوارم که دیگر هیچ مشکلی باقی نمانده است و شروع میکنیم به خودی برنامه تو توانیم انشاءالله که برنامه را خوب همین عکس
خب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیننده عزیز گرامی، خدا را شکر میگویم که الحمدلله امروز هم در خدمت شما بیننده عزیز و گرامی قرار داریم و قبل از اینکه آغاز برنامه خود را شروع نماییم، یک خبر خیلی حزن انگیز که دیروز در آلمان با ما و شما رسید، واقعا هم این یک خبر خیلی حزن انگیز و واقعا هم برای هر یک انسانی که اون فرزند دارد و یعنی نور چشم انسان که میوه و فؤاد و ثمره حیات و زندگی انسان فرزند است. برادر ما و شما ایشان عبدالقادر دیروز سلمان 7 ساله در آب غرق شد و به لقاء الله پیوست. الله سبحانه و تعالی رحمت گردانده باشد و خداوند به برادر مبارزمان و برادر واقعا هم خیلی خوب ما ایشان عبدالقادر صبر جمیل عنایت کند. الله سبحانه و تعالی دستگیر آخرت برایش باشد و خداوند به همسر ایشان که واقعا از دست دادن فرزند برای مادر خیلی یک پدیده واقعا هم ناخوب هست و امیدواریم که الله سبحانه و تعالی دستگیر آخرتشان کرده باشد و این سلمان دوست رویکی که میبینید واقعا هم خیلی برای انسان ناخوش است وقتی که فرزندش از دنیا میگذرد. دیروز با بچه ها 35 نفر یا که عدد بیشتر و کمتر در وقت نماز ظهر نماز میخواندن که همین سلمان در لب همون دریاچه‌ای که آغازید و وقتی یعنی که گرم بود، چون چند روز است اروپا خیلی گرم است، در هنگام نماز ظهر یعنی که اینا نماز خواندن، این بچه کارش است که در داخل آب زده است و پس از چند ساعتی جستجو پیداش نمودن. خب دیگر انا لله و انا الیه راجعون. الله برای برادرانشان عبدالقادر صبر جمیل عنایت کند و خداوند و همسرشان هم صبر جمیل و الله سبحانه و تعالی براشون صبر و دستگیری آخرتشان گشته باشد. خب دیگر ما لله ما اعطا و لله ما اخذ. الله سبحانه و تعالی آن چیزی بود که داد و آن چیزی بود که از ما و شما اون را گرفت. برادر ایشان صبر جمیل عنایت کند و خداوند دستگیری آخرتش باشد. البته کسی که فهمیش و دارای عقیده اسلامی است میداند که صبر نمودن در این حالتها براش پاداش خیلی خوبی هست و چون ما کار از دستمان نمی آید جز از رضا و قضا و قدر الهی. برادرانی که در هفته گذشته در درس ما بودند میدانند که دقیقا همین موضوع بود. یعنی این همین است، یعنی واقعیت زندگانی امروز ما و شما که یک روز هستیم یک روز نیستیم، ولی چی چیز برای خودمون آماده کردیم تا اینکه در پیشگاه الله با چی پاداش یا که با چی دستاورد پیش الله می رویم. زندگانی چگونه داشتیم، چگونه آمادگی توش نمودیم، چگونه کارهای انجام دادیم. مرگ می آید نابهنگام و قبر صندوق عمل است و واقعا از دست دادن فرزند یک چیزی عادی و بازی نیست. البته ملت و مردم تاجیک هر روز فرزندای خود را از دست می‌دهند، چی در داخل تاجیکستان، چی در روسیه، چی در مهاجرت، چی در اروپا، چی در تمام اکناف و اقطار دنیایی که ما و شما قرار داریم. واقعا هم وضاقت علینا الارض بما رحبت. زمین برای این ملت تنگ گشته است. تنگ گشتن به خاطر آنکه در مصیبت‌های خیلی وزمین این ملت و مردم تاجیک قرار دارند که نمیتوانند درک کنند، نمیتوانند دیگر بفهمند که کجاش برای ما خوب است و کجاش برای ما ناخوب است. خب بار دیگر تسلیت خودمون و برادر ایشان عبدالقادر و همسر گرامیشان ابراز می‌نماییم. خداوند براشون صبر جمیل عنایت کند و الله براشون در این روزهای مصیبتی که قرار دارند نگویند چیزی که جز الله را راضی گردانده باشد. اگرچند خیلی سخت است ولی ما راه دیگری جز صبر نداریم. خوب الله سبحانه و تعالی پاداش و اجر جزیل خودش به این خانواده عنایت کند.
خب بیننده عزیز گرامی، البته این برای ما و شما یک قضیه نیست که جدید میفهمیم. ما در هر حالت قرار داشته باشیم واقعا هم دور از وطن هستیم و دور از وطن بودن خودش یک مصیبت است و مصیبت های دیگری که بر روی هر یک فرزند انسان می آید این مصیبت دیگر است و مصیبت هایی که ساخته که بالای ما می آرند پدستاوید میکنند و مصیبت ها گرفتار میکنند هم ملتان دیگر ما خود ما را. این باز دیگر مصیبت است. مصیبت دیگرش باز حمایت کردن از یک ظالم چون رحمانوف و اون گویا به شکل حق جلوه دادند و گویا اینکه اون حق هست در حالتی که میدانند که رحمانوف حق نیست، ولی باز هم به شکل بعضی از ملاها و بعضی از افرادی که گویا از دین آگاهی دارند به شکل با بدگویی، یعنی مخالفان یا خاصتا حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و مخالفان بدگویی های زیاد شروع کردن و گفتند گویا اینها حق نیستند و اینها یعنی که چنینند و چنانند. و بله، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم هم 13 سال در یعنی که مکه بودند و 10 سال هم هجرت نمودند. به چقدر مشکلات گرفتار بودند. ابو جهل و ابو جهلیان و عتبه و ابو لهبیان چقدر میتاختند بالای رسول اکرم، چقدر آزار و اذیت مصیبت بالاش آوردند، ولی الحمدلله که الله سبحانه و تعالی با همان اراده نیکی پیامبر و اصحاب گرامی آن حضرت رضی الله عنهم و رضوا عنه توانست که این اختران تابراک را بر علیه ابو جهل و بر علیه افرادی که در مقابلیت با این پیامبر آخر زمان داشتند خداوند غالبیت و پیروزی را در دست این گروه قرار داشت. اگرچند گروه اندک بودند ولی با حول و اراده الله توانستند تمام کره زمین را این دعوت حق را توانستند انتشار نمایند. این است پیروزی و این است رستگاری و این است آن چیزی که الله با گروهی که بالای آنها یک مژده نیک و خوشخبری میدهد که حتما شما پیروز هستید. لانصرنک ولو بعد حین، ولو اگر چند بعد از گذشتن چند زمان هم باشد، ای مظلوم من تو را پیروز میگردانم. ان شاء الله ملت تاجیک ملت مظلوم است در هر کجای چه داخل و چه خارج. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی ما را به پیروزی چشم داشت که ما و شما فعلا بعضی از ما و شما امید رو از خود کنده است، در حالی که لا تقنطوا من روح الله، هرگز ما از روح الله، از رحمت الله، از کمک الله ناامید نیستیم. ناامید از رحمت الله تنها شیطان اخرس است و ما و شما هرگز از رحمت الله که اون بی پایان است و تمام رحمتی که رحمی که در دل در تمام موجودات دنیا از انسان، از یعنی که حیوانات، از همه آن چیزی که در داخلشان یک کوچکترین رحم وجود دارد، یک رحم از الله بالای اینها هست و کامل رحم در نزد الله هست. پس ببینید که آن رحمتی که در وجود ماست چقدر میتوانیم رحم دل باشیم، ولی اکنون شما با رحمت الله کمی تصور نمایید که چگونه رحمت الله شامل بنده گردد، امت و ملت گردد، چگونه حال او نکو خواهد شد. خداوند ما را به رحمت خودش گرفتار نموده باشد و ما را از جمله بندگان رستگار و ما را از جمله بندگانی که توانیم در شاملیت رحمت اون الله ذوالجلال قرار داشته باشیم. خوب بیننده عزیز و گرامی، وضعیت و حالتی که فعلا در موضوعی که امروز میخواهیم صحبت نماییم باز هم همون موضوع بی‌برقی، باز هم همون موضوعی است که همیشه و همیشه ما و شما یعنی چی چیز میتواند ما و شما را در وضعیت و حالتی که یعنی قرار داریم. مثلا 45 درجه گرمی که در تاجیکستان قرار دارد، البته بعضی منطقه با اگه باران بارید تا 35 بود و 36 بود و 38 بود. منطقه‌های ختلان که برای همتون معلوم است که تا چند درجه گرم است، خاصتا قرغم تپه و کلاب و دنغره و یعنی قبادیان و ایواج، منطقه‌هایی که قمسنگیر جیحون اینها 5 بدونید که چقدر هوا گرم است. و همون خاطر در همین گرمای طاقت فرسایی که این مردم قرار دارند
در همین حالتهای خیلی وخیمه که گوشتش ویران میشه و خلادلنیک وقتی یخدان از کار میماند، کندیسنر از کار میماند، گاه برق همچنان زیاد میتین که تمام اسبابهای برقشون از کار میبراید. همه همینها خسارت و زیان همین ملت هم. همه همینها با وضعیت بد گرفتار نمودن این ملت و این مردم است که همه ما و شما از آن آگاهی داریم. خب بیننده عزیز و گرامی، در همین وضعیتی که ما و شما قرار داریم، بسیاری از مردمان از منطقه های گوناگون کشور با ما می نویسند که ما برق نداریم. یعنی برق نداشتنمون یک برادر از همینجا در اتفاق قرغن تپه تا حاضر برق نیست، لیمیت است. یعنی لیمیت نمیگویند ولی برق نیست. یعنی ساعتی مثلا 10 سحر میکشش تا ساعت 6 بگیره. یگان نمود خیلی خبر آگاهی نمیکنه که برق امروز از ساعت 8 یا 10 نیست تا ساعت 6 بگیره. ساعتی 9 شب میکشش تا ساعتی مثلا 1 شب. با شب گاه گران میشود تا ساعتی 7 سحر. 7 سحر خاموشش میکنه تا ساعت 12. یعنی واقعا هم یک وضعیتی که غیر آگاه کننده. در همین گرمای تابستان در وضعیتی که آب انبارها پر از آب هستند ولی مردم برق ندارند. در حالتی که برقی استحصال شده در تابستان با احصائیات یا آمار رسمی و خارج از کشور میفروشد دولتی ما. ولی درست به ازبکستان میفروشد، به افغانستان میفروشد، به قرقیزستان میفروشد. ولی چرا در همین گرمای تابستان مردم آگاه نکرده؟ چرا؟ چون این ملت غلام رحمانوف است و غلام یارای سخن گفتن ندارد. وقتی که ملت و مردمی که غلام یک توده اوباش قرار گرفت، پس اون دیگر سخن نمیگوید. پس دیگر اون یعنی سخنش گوش کرده نمی شود، سخنش قبول کرده نمی شود، سخنش مورد اعتماد نیست. سخن او امکان ندارد که برای مقامدار یا حکومتدار کشور یا هر نفری که مسئولین ساحه این برق هستند و مسئولین برق تاجیک یا فروشی برق یا اینکه انتقال برق در به اهالی کشور هست، اصلا یعنی که دقت به زندگانی آنها نمی شود. چرا؟ چون که برقی که اونها در تابستان هم به خارج از کشور میفروشند پول اون نقد می آید و اونی که از تاجیکستان هست برقش هم نتید. بسیار چیکایی که رحمانوف آماده نموده است با رستم برای مردم آماده دادن، یعنی اگر چه کارم نکند از اونها پول گرفتن میگیرن. چرا؟ چون که اون دیگر معلوم هست اگر 1 کیلووات کار کند 5 کیلوواتش مینویسد. تاوش میتیه به همین شکل که از مردم بدون اینکه اون برق استفاده برده باشد از اونها پول میگیرد. پس ببینید که فروش برق در تاجیکستان به شکل انجام میتید که اون دیگر یک وضعیت و یک حالت است که یعنی از بد هم بدتر است. پس ما و شما باید خوب با دقت در این قضیه آگاه باشیم و این وضعیت و این حالت یعنی ببینیم. ما و شما چندین سال است که به همین واقعه، به همین حادثه گرفتاریم و همین وضعیتی که امروز ما و شما قرار داریم، این وضعیت و این حالت در تمام کشور وجود دارد که ما و شما یعنی شاهد این حادثات، شاهد این کمبودی رژه برق در تمام کشور هستیم. این همه فریب و این همه دروغ برای چی؟ این همه برق به خارج فروختن، این همه مردم به برق موندن. در تابستان باید که از ماه می دیگر تا ماهی یعنی که نوامبر لااقل باید مردم تامین باشند. اما در تاجیکستان سال گذشته از ماه سپتامبر شروع شد، سال گذشته ازش هم آخر سپتامبر شروع شده بود لیمیت برق. نمیگن لیمیت برق شروع میکنن، نمیگن برای مردم که ما لیمیت شروع کردیم تا اینکه میرسیم به نهایت اکتبر و همون روزی لعنتی پرزیدنت هم میگذرانن. بعد اعلان میکنن که خیلی که این روزی پرزیدنت گذشت یعنی 16 نوامبر هم گذشت، انا که اعلانش میکنن بچی و لیمیت برق. خب شرکت برق تاجیک اعلان کرد که ما یعنی که لیمیت برق جاری شد. از ماه نوامبر شروع میکنن به اعلان کردن که لیمیت در منطقه ها برقرار است. 4 ساعت یعنی که سحر میتیم، 4 ساعت دیگه میتیم، 8 ساعت در بعضی منطقه ها 2 ساعت سحر، 2 ساعت دیگه منطقه های دوردستی که نیاز به برق دارن
2 ساعتیشون میتین همین خیلی با تا مهمه. اکنون ببینید که فریب سالانه این ملت از یعنی که حتی در ماه تابستان هم با مردم برق نمیتین. ببینید وضعیت و حالتی که ما و شما قرار داریم، اما باز هم باید خاموش باشیم، باز هم باید صدای از ما و شما بیرون نبراید. چرا؟ چون که غلام باید گپ نزند. اگر تو گپ زدی و سیاست پیش گرفته جناب عالی مخالف هستی. یک بار خودتون بستین فکر کنید که اگر امی پدر در خانه است که امکان ندارد که تو از پدرت انکار کنی که بگوی نه تو پدر من نیستی، یا اینکه انکار کننده از پدر معلوم است که لعنت شده است. حتی اگر پدرت مجبور به کار کند که تو ببینی که همون کار ضرر دارد برای تو، یک دیدگاه آینده را ببینی، اگر بگردی بگوی اعتراض کنی، همون پدرت که یعنی که تو حق اعتراض در بسیاری از مسئله هایی که پدر میبیند از دیدگاه خودش میگه همین برای تو خوبتر است، اگر تو دکزت کرده بتونی که با فکت و دلیل که نه پدر جان همین کار وضعیت خوب نمیشود، ما این کار رو به این شکل میکنیم، اگر پدری که بتوند فهمیده یعنی که باید بفهمه بگه خوب باشم راست میگه خیلی نمیکنیم همین کار. ولی ببینید که بدون این که اون گپی او به تو معقول است، یعنی یا اینکه گپش درست است یا اینکه درست میگه پدرت، ولی اعتراضش میکنی که اون به تو رحم خور هست، چیزی نمیگه، یا مادرت درست است. پس یعنی افرادی که در یک عائله زندگی میکنیم اعتراض به پدر و مادر وجود دارد و میکنیم، در حالی که نباید اعتراض کنیم. باید یعنی حتی پدر و مادرت اگر از دین تو نباشن هم یعنی با اسلوب زیبا باید یا اباتی و مانند حضرت ابراهیم گفته خطابش کنیم، یعنی با زبان و اسلوب خوب و زیبا با پدر و مادر باید فرزند صحبت کند. چرا؟ چون که برکت زندگی آینده او در آن همون اطاعت از گفتار پدر یا مادرش از فرزنده. ولی همون هم اعتراف نمیکنن بسیاری از فرزندا چی دختر و چی پسر کار خودش انجام میدهد، ولی باز هم به همون شکل همون اعترافی که باید بکند نمیکند، خطا هم کردگی باشه خب میکنه فرزند، ولی پدر باز هم نگاه میکنه دقت میدهد. وقتی رحمان خودش پدر این ملت اعلان کرده است، پیشوای این ملت اعلان کرده است، پس باید برق فقط در خانه عزیزما رستم یعنی رخشانه، فرزانه، آزاده، فیروزه یعنی پروینه همینا باشد، یعنی که دیگه در ملت مردم برق نباشد. پس دیگه خط پیشوا نباید اعلان کنه رحمانو، چون که پیشوا باید خودش نخره ملت بخره، پیشوا باید خودش برق نداشته باشد مردم برق داشته باشند، پیشوا باید آن چیزی که خودش دارد باید ملت و مردم داشته باشد. میتونه بگه که نه چنین چیز امکان ندارد، نمیتونه گفته. تو مادر هستی، تو پدر هستی، آن چیزی که خودت میخری دوست داری که با فرزندت بتی و برای فرزندت همه آن چیزی که نیاز دارد تو میخوای که اونم مهیا کنی، تو هیچ مشکلات کمبودی یعنی که فرزندت نداشته باشد. درست است گپم؟ درست است. پس رحمانوف آیا مشکلاتی که ملت دارد، مشکلات بی برقی، مشکلات بیکاری، مشکلاتی یعنی که مهاجرت، مشکلات گرانی، مشکلات تمام مصیبت ها، غیر آزادی، مشکلات دینی، موانع های زیاد آزادی، همون چیزایی که در کشور وجود دارد، پس وقت رحمانوف خودش پیشوای این ملت اعلان کرده است، آیا میتواند بگوید که من واقعا هم ملت و مردم را دوست می‌دارم؟ نمیتواند گفته. چرا؟ چون که تو که پدر هستی، تو که مادر هستی، فرزند تا دوست وقتی می‌داری، تمام آن مشکلاتی که دارد تو می‌خوای حلش کنی. درست است؟ درست است. حتی خودت نمی‌خوای بخری فرزند میتی. درست است؟ درست است. پس آیا رحمانوف به این ملت به همین شکل کار دارد؟ نه. پس چرا خودش پیشوای ملت اعلان کرده است، در حالی که پیشوا نباید آن چیزی که دارد از ملت و مردمش بیشتر داشته باشد؟ ما نمیگیم که هر یک یعنی عائله هواپیمای 92 میلیون داشته باشه، نه، ما این نگفتیم. ما گفتیم که همون برقی که رحمانوف داره و امکانی به تمام مردم همون برق دادن هست. چرا مردم همون برق ندارن؟ ما میگیم زندگانی که رحمانوف یا که فرزنداش یا دختراش یا جهمندای دختراش یعنی که در ماشین قیمت سوار میشوند میگردن، لااقل همین فرزند یا همین ملت بتواند آزادانه در کشور زندگانی کند و هیچ مشکلات بالای او نآید. آیا این طلب ما یک طلب عمومی هست که هر شهروند کشور، چه در قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، روسیه، امریکا، فرانسه، آلمان، اروپا،
همه کشورها شهروند باید به همون مانند باشد که یعنی که اویله پرزیدنت یا اویله حاکم زندگی میکنند. درست است بعضی از یعنی که شرایط های وجود دارد برای رئیس دولت که به خاطر حرکتی بد نشدن علیهش یا اینکه کشته نشدنش امنیت دارد. ما با این مخالفت نداریم، بگذار 100 نفر محافظ و 1000 نفر محافظ داشته باشد، در حالی که پرزیدنتی که مردمی هست امکان به حمایت خودش از طرف مردمش نیست. ولی وقتی که رحمانوف یک ظالم است میداند که تمام ملت و مردم در صدد بد دیدن او و نمیخواهند که حتی این پیربوزبله احمق در سر قدرت این ملت و عریقه قدرت این ملت باشد. خودش پیچانده است با ده ها یعنی که کروگ تا اینکه خودش از ملت و مردم حمایت کند. برای چی؟ به خاطر که میداند که آیا رحمانوف طالبا کشتنی هستند؟ نه. آیا رحمانوف از طرف ازبکستان یگان خطر دارد؟ نه. آیا رحمانوف از طرف یگان کشور بیرونه آیا رنگ مادورو امریکا کوفته استش؟ نه. آیا رنگ پوتین کشورهای دنیا تحریمش کردگان با مشکلات مواجه است که کشتنیشان؟ نه. یگان کس بر رحمانوف یعنی که فکر داشته باشد که اون یگان بزررش گردوندن، یعنی هیچ که در فکرش نیست. حتی مخالفایی که ظلمشون کرد، کششون، زندانشون داره، 1000 پرابلمشون داره، همین فکر بر علیه رحمانویتش منم همین فکر ندارم. یگانه خواهشی که من دارم بازداشت کرده شود، در اسکمیکای پادسودیمی یا اینکه جنایتکار نشانده شود و با این جنایت‌های انجام دادش در پیش قانونی عادلانه سرقانون کشور و قانون جنایی کشور جواب بگه. من هیچ وقت حتی در بیماریش نخواستم که رحمانوف بمبره. چرا من میخواهم که عدالت تنتنه کند؟ چرا من میخواهم که شفای صدور مؤمنان، وقتی که یعنی که الله گفته است این گپه ولکن فی القصاص حیات یا اولی الالباب، برای ما یعنی که برای شما قصاص یک حیات دیگر است. وقتی شخص دید که پدرش رحمانوف کشته بود در اسکمیکای پادسودی میشتگی، وقتی نفر دید که رحمانوف پدرش کشت، وقتی یک نفر دید که یک زن دید که شوهرش یعنی که رحمانوف شوهرش گرفت برد عسکری اوسز مردهش آورد یا بچه‌ش مردهش آورد یا 1000 پرابلم هایی که در کشور مقامات رحمانوف انجام دادن، اینها همه میخوان که رحمانوف با کیفر جزای اعمال انجام دادش برسد، نه اینکه رحمانوف یکی بزننش پدنه را جانش گوز بره بروه. هیچ وقت ما ایره نخواستیم. پس این ملت نمیخواهد که واقعا یعنی افرادی که مخالف او هستند حتی مرگ او را آرزو ندارند. چرا؟ چون میخواهند جواب بگه تا دلمون تر شود. پس نه امریکا، نه روسیه، نه چین، نه پاکستان، نه افغانستان هیچ کس دشمنش نیست که بیا رحمانوف او قدر اگون کار نکرده است برای این ملت که تمام کشورها در جستجوش قرار داشته باشند، در سرش یگان چیز مونده باشند که یگان گپ شود. پس چرا خودش از این ملت حمایت میکنه؟ به خاطری که میدانه که ظلم کرده است، به خاطری که میدانه که اویله او و یعنی که دختری او، جهمندای دخترش، نبیرهاش مردم از ظلم کردن و وضعیت بد گرفتار کردن. به این خاطر است که زیر دیسیپلینی سخت و زیر تدابیر شدید امنیتی قرار دارد. چرا؟ چون که از این ملت و از این مردم میترسد و اون خودش جزو این ملت نمیبینه. و همون خاطر است که گفتن پیشوای ملت به امام علی رحمانوف تماما صداقت ندارد و آن چیزی که به خودش نام گذاشته است به مانندی که نظربایف البسیش گفتن و هیچ نام و نشانی از البسی و البستی وجود ندارد، ولی این البستی ما هم انشاءالله این پیشواگی و این نامی که برای خودش مانده است هیچ برچسبی ندارد و این هم به مانند خودش به همون پرتابگاه تاریخ، به همون زبالدان، به همون زندانی که اینقدر ملت از ظلم کرد و چپاول کرد حتما خواهد رسید. خب چنانه که از عنوان برنامه آگاهی دارید، البته برنامه ما برنامه فکری بیشتر است، نه اینکه برنامه حساباتی و آماری که ما شخصی که بخواسته باشد در مورد اینکه ما چند گز داریم، سنگ توده 1 داریم، سنگ توده 2 داریم، نارک داریم، راغون داریم، گفتی که گز هایی که در منطقه های مثلا اطراف دوشنبه داریم یا اینکه در پامیر انرژی در بدخشان داریم. خب دیگر اینها یا اینکه در خیرقوم است یا در دیگر جا، خب ما گس داریم. برنامه ما برنامه آماری یا اینکه استاتستیک نیست که چقدر برق استحصال میکند، آبانبار چقدر پس شد، آبانبار چقدر بالا شد، چون که برای مهاجر و برای بیننده
برنامه منبر مهاجر اصلا استاتیستیکا یا آماری که هست مهم نیست. ما برق داریم نداریم، ما برق داریم که در دولت باشد و در گس باشد، بله. آبانبارهای ما پر هست، بله آبانبارها پر هستند. مشکل در کجاست؟ مشکل در سیستم، در سیاست امام علی رحمان لعنت کرده الله که این برق ملت در تابستان و زمستان به خارج میفروشه و اصلا در صدد دادن برق به ملت و به مردم خودش نیست. انا همین چیز ملت میخواد بفهمه، این که ما چقدر کوب آب داریم، این که در تابستان آب چگونه در منطقه های گوناگون ولایت سوخت، در منطقه های دیگر با ازبکستان و با دیگر منطقه ها آب کشاده میکنن تا اینکه بفروشن آب بروند. اینها همه جای خودشون. مهم برق ندارد این ملت، این مردم برق ندارد. در زمستان نه، در تابستان برق ندارد. ممکن است تاجیکستان یگانه کشور در دنیا باشد که هم در تابستان گرمای از سبب سال گذشته در یادتون باشد در بسیاری از منطقه ها وقتی میپرسیدن که برای چی برق نیست، میگفت از گرمی ترانسفورماتور آب شده است، کفیده است. این یک مثال بود که تمام مردم ایواج، قبادیان، شهر توز، این منطقه ها چیکار میکنن؟ یعنی که گفتی گپو قضیه را میفهمند. درست. ولی وقتی که میبینن میفهمند که این همه در زمستان آب نیست، آبانبار کم است، ما نداریم برق بتیم، شما رژه برق یا اینکه رژیم برق هست یا اینکه لیمیت هست، خب دیگر مردم میگن آب نداریم. ولی در تابستان آب ما کجا میشود؟ خب وقتی در تابستان که بعضی از حالت ها هست، خب دیگه گپ ندارن. چرا؟ چون که برق هست ولی به اهالی کشور دادنش زپدلا میدونن، چون که این ملت غلامانی دست و پا بسته و زبان بریده رحمان و عائله او هستند و امکانی صحبت اگر گپ زدی تو مخالفی سیاستی او زدگی سیاستی پیش گرفته رحمان و الله لعنتش کنه به این سیاستی پیش گرفتگیش. تو زیدی پیشوا گپ زدی، اکا سلام علیکم پیشوا ملت چه آدم خوبه، همین برق منابطیه، تو زیدی پیشوای ملت گپ زدی. تو باید نگوی که پیشوای ملت برق قبطیه، او برق بخواه میتیه نخواه نمیتیه. انا همین است. یعنی ستاتوس یا تیتولی که بر رحمانوف علیه لعنه دادگی هستند، تیتولی یعنی که والا مقام و شخصی که گپی او یعنی که چخیلی که میگیم لا راد لقضاء الله، هیچ شک نیست و امکان ندارد که ما رد کنیم یا این که مخالفت کنیم با قضا و قدر الهی. پس با آن چیزی که رحمانوف میخواهد لا راد لقضاء رحمانوف، نعوذ بالله. شما قبل از این وقتی که ملاهایی که فعلا میفهمیم در روسیه یعنی به حمایت رحمانوف گپ میزنید به شکل‌های از بعضی شنیده هستیم، شما در عقیدتون تجدید نظر کنید. اگر با همین حالت واقعا از اعماق قلبتون صحبت دارید، پس شما واقعا باید کلمتون رو دوباره عرضه کنید. چرا؟ چون که رحمانوف کی است دیگه خودتون باید بفهمید. نیاز به شرح فهمیدن رحمانوف نیست. حمایت کننده از رحمانوف تنها شیطان حمایت میکنه از رحمانوف. جانبدار از رحمانوف تنها شخصی که اون با دینش بای بای میگه، انا همون حمایت میکنه. حمایت کننده از رحمانوف شخصی است که دینش بای بای گفته است، دیگه او دین نداره، بعد حمایت از رحمانوف میکنه. چرا؟ چون که معلوم است چی از دیدگاه اعتقادی و چی از دیدگاه یعنی که شرعی حکم رحمانوف و کی بودن اون معلوم است. دیگر رحمانوف شخصی نیست که اون نه مسلمان باشد، اون مسیحی باشد یا یهودی باشد یا زردشتی باشد. رحمانوف دین ندارد، رحمانوف دین آسمانی ندارد. همه آن چیزی که میکند پکزوخه، همه آن کاری که میکند بازم میخواهد در گوشه مردم لبشه کشول کند. به همون خاطر قبل از اینکه به رحمانوف یا اینکه به حمایت اون میخواهید چیزی بگید یا در حمایت اون میخواهید کاری کنید، همین قدر خوب باید در یاد داشته باشید که شخصی که از رحمانوف پلید حمایت میکند حتما باید از دیدگاه یا از نگاه اعتقادی یک بار بست فکر کند که حمایت کردن از یک شخصی که مخالفتش صریح با 5 رکن دینی ما و شما دارد امکان ندارد که او را سالم به در ببرد. ما نه تکفیریم، ما نه کسی را حکم به کفر میکنیم، ولی اون چیزی که نسبت رحمانوف است نیاز به شرحی بیشتر وجود ندارد، چون رحمانوف هیچ وقت به این دین ما و شما سازگار نبود و سازگار نخواهد بود. رحمانوف نه به پیرمرد رحم کرده است،
نه به زنت رحم کرده است، نه به کودکت رحم کرده است، نه به ملاد رحم کرده است، نه به دهقانت رحم کرده است، نه به دخترت رحم کرده است، نه به معلمت رحم کرده است، نه به رانندت رحم کرده است، به هیچ نفر رحم نکرده است، چی از نگاه اقشار طایفی و صنفی ملت و مردم و چی از نگاه اعتقادی و دینی مردم. پس یک شخصی که کاملا ادعیه از الف تا یا مخالفت صریح هم با دین، هم با فرهنگ، هم با اعتقاد، هم با تمدن، هم با تمام آن ارزش هایی که این ملت دارد ارج نمیگذارد، احترام کردن به او یک توف کردن بر یعنی دودمان این ملت است. توف کردن بر دودمان این ملت است. احترام و اعتقاد داشتن به این که رحمانوف شخص خوب است. رحمانوف کجاش خوبی دارد تا اینکه ما اون خوبی را ندیدیم. ما امکان نباشد که کور باشیم و خوبی را نبینیم. امکان ندارد که ما خوبی که رحمانوف کردگی باشد او را ما نبینیم و ما انکارش کنیم که اون خوبی است. چی خوبی که از چاپلوس شما پرسی؟ افغانستان ماجرا را آورد، بچ کارشون کرد، بعد جرسشون برو آورد. افغانستان صلح کرد، همه را گذران، همه شایعه تگرفت کشت. درست. دیروز با یک برادر که با همون شیخ تاجیک‌آبادی شناس بود، خوب درس خونده و دست بود، صحبت داشتیم. واقعا میگه اولین کاری که شیخ در تاجیک‌آباد وقتی که مدرسه ها داشت و درس میدادن، اومدن براش گفتن که شرط یکم همیه، یا مدرسه همه بندی مجاهدات همه مونی قطیش میسی، یا اینکه مجاهدات همه سپور سلاح تا تسلیم میکنی، بعد مدرسه تا درس تا بگو، یعنی که درسش مدرسه درسش ادامه بدین. میگه فکر کرد، خب اگه گفت که سلاح همه گذاریم تا اینکه چیکار کنن، مدرسه ادامه درس کنن، طلبه قرآن بخونن، همین سلاح همون یک دو ماه پس شروع کردن با بستن مدرسه و یک لو فشار آوردن شروع کردن. همه مردم گریختن رفتن، اخیر آمدن خچم قپیدن، گرفتن بردن، نه زندهش معلومه نه مردش. رحمانوف همه وقت از قدرت و قوت میترسد. اول نگاه کنید، به خاطر اینکه میداند که چی چیز میتواند که مسلمانه، یعنی بگوش که سلاح تمام، بعد مایلش درس بگو، دین تا با آموز، مشکل نداری، سلاح شماند، بعد از اون دین شما از بین رفت، تمام وضعیتی که داشت اون از بین برد. چرا؟ چون که این رحمانوف است و امکان ندارد که رحمانوف و حق، رحمانوف و راستی، رحمانوف و یعنی که بدون کجی و کریبی یک جا باشد. چون که چنانه که میگن هیچ وقت محبت دنیا و محبت الله در یک قلب جا نمیگیره. بله، ما ولا تنس نصیبک من الدنیا، از دنیا نصیب تفراموش نکن، ولی نه این که تو دنیا را همچنان دوست بداره که مکان ابدی تو در این دنیا هستی و تو زندگانی ابدی و ابدالدهر در این دنیا میکنی. نه، ما و تو در این دنیا گذرگاه همچون ترانزیت قرار داریم. شخصی که در دنیا همچون ترانزیت قرار داره چگونه میتواند که در یک منطقه که ترانزیت نیزان است میگذرد میرود، همونجا را دوست داشتن تو یک منطقه که ترانزیت نیزان است، تو باید اونجا بگذری برای دوست داشتن چی فایده داره اونجا را؟ یک دختر زیبا گذشت، وای این دختر خوش شد، چی فایده کرد برای تو؟ یگان فایده نکرد. چرا؟ چون که گذشت برفت، نه منفعت برای تو داره، نه جز از گناه برای تو چیزی نیست. درست. پس یگانه چیزی که ما و شما مهم هست، آن چیزی که برای سرای آخرت و برای قبر تنگ تاریکمون کار انجام بدیم در این دنیا. درست. پس یک جا بودن در فکر با رحمانوف و حمایت کردن از فکر و عملهای رحمانوف، این مخالفت و تشه بر ریشه این ملت زدن است. هیچ وقت فراموش نکنید. بازم همون تندنسیا های ضد بسمچی ها و ضد باباهای ما و شما که بر علیه روسیه تزاری جنگ کردن، بر علیه لنین بابای رحمانوف جنگ کردن، بازم شروع شده است. یعنی که یا بسمچی ها باباهامون اگه خودمون تمام کرد، بعد بابامون گذشتگی که اونا دشمن بدن، اونا باید که یک کار نمیکردن که بازید لنین استالین میخواستن، اونا باید یک کار نمیکردن که بازید پیش لنین استالین همون روسیه تزاری نیکلای بود، بازید همون جنگ میکردن. یعنی اینها تا درجه ممقورت هستند که روسی که اومد ما و شما را نیکلای، یعنی که ملافیف و مدویدوف و زمییف وقتی اومد ملت بابای ما را کشت، میگه همونا بابای ما را خوب کردن کشتن. وقتی که میگیم که این ولدزینا پدر این معلوم نیست، معلوم است که این ابیژنی آدمه. این آدم وقتی پدر داره، پدرش وقتی گپش میزنه، گپ پدرش هم میفهمه. چرا؟ اگر حاضرم نفهمید، بعد مردن پدرش میفهمه که پدر من همین گپا را میگفت،
значит پدر من به من دشمن نیست. ولی این آقی پدر جز از یک مریم گورسوخته دیگر نسل ندارد. دودمانی کثیف این ولد زینا هست، ولد زینای بی پدر است. این بی پدر وقتی پدر نداره بابای چی داره؟ باباش نامعلومه کیه. همون چوپونی که اومده است، یعنی که مریم گورسوخته را چیکار کرده است، همون اون نامعلومه کیه. و همون خاطر شما خودتون به این شخصیت بی اصل بی نسل یعنی که کار نکنید که راه آخرت و سرای آخرتتون برباد بتیه. رحمان فکر که در تابستان برقد نمیتیه، در زمستان لیمیت میگه برقد نمیتیه. فرزند تا بازوری میقپه 10 سال ایت تا تیرماه یعنی که بهار ایت برای بچت اوله و گفته پول میکنه میگیره. رحمان فکر کار برای فرزند نمیتیه. رحمان فکر فرزند تا در عسکری میبره نیم کلکش میکنه روانش میکنه نیگات نمیشه و کنتوزیا میشه و فرزند. همین رحمان فکر چی از دیدگاه آن چیزی که زندگانی امروزی باشد و چی از دیدگاه نظر اعتقادی که یک مسلمان میتواند اعتقاد داشته باشد مخالفت صریح با تو دارد. پس چی گونه ما یک شخصیتی که به این وضعیت ما را گرفتار کرده است بازم به شکل بگیم ما جانبدار پیشوای ملت و شرم ناکرده تاجیکستان با پیش بگیم. تاجیکستان با پیش چخل گرفته مهاجری، نه در سپورت پیشیم، نه در اکسپورت پیشیم، نه در برق به ملت مندوره، نه در داخل کشور کار داریم. گاسترابای تری دنیا را استحصال کردگی بخوری چورکه و جمشود در دنیا گشته ایستیم. پسترین مردم در دنیا مردم تاجیکن از نگاه اینکه تحقیر شده. تمام اون بدبختی هایی که در دنیا صورت میگیرد با مانندی یعنی که هر دهشت افکن یک کار میکند یا میترسم که اولیا نامی تاجیک میبره یا همیجا نامی تاجیک به شکل در همونجا تنین اندازه. همه همین ها را مخالفه نکردن. این کار رحمانوف به خاطر حفظ حمایت کرسی خودش کرده است. ای مردم دنیا میگه شما دقت کنید که اگر من نباشم این ملت این مردم نکشم و زندانیشم نکنم شما را همتون تاجیک دهشت افکنه میایه همتا یعنی که به یک وضعیت بد گرفتارتون میکنه. در حالتی که همین تاجیک نه دهشت افکنه، تاجیک نه تروریست نه اکستریمیست، معرفی کننده به همین نامهای بد رحمانوف است. پس با کدام عقل در آسیا گشته است نمیگم نو منطقه‌اشه فرادش میکنن بیچاره یک قوریه یا ملا یگان گناه نداره. تاجیکستان 20 15 سالشه تاجیکستان نرفته است، 18 سالشه تاجیکستان نرفته است، یگان جنایت انجام نداده است. اما فهمیده هستیم که تو کاروچی هم تری تو مخالف تماشا نمیکنه. اگر قطیش بعضی برادر هستن پیش میشناختیمشون سلام علیک میگه میترسه. نیکی رحمان فهمترش کرده که قطیمو سلام علیک نمیکنه، قطیمو گپ نمیزنه، یگان برنامه را تماشا نمیکنه، تلخ کفای عروسا در ریدگی تلخ کفای. یک رحمان به گناه فروش میکنه برای 40 50 هزار شم میکنه خونه‌ش هم میفروشه. رحمان فهمیده میگردم یا با بعضی بچه‌ها سلام شروع میکنه. رحمان چیکار کرد؟ حق میگه چیکار کنی بم بر به همه روز با تخت عالم قاری و حافظ قرآن میدونی. مسلمان هیچ وقت در مقابل یک شخصیتی که این قدر بد است بازم سرش خم نمیکنه. اما بچه‌ای که در روسیه هستن 24 ساعت قطیمون گپ میزنن یگان پرابلمشون نشدن. چرا؟ چون که اونها هم را در دست الله میدونن. قضا و قدر در دست الله است و هیچ وقت از قضا و قدر الهی گرفته نمیشود. قضا و قدر ترم در دست الله که تو تلخ کف شدی رفتی خونه تفروخته در دست ملت رحمان رو گشتی اومدی با 6 ماه زنگت میزنن سلام علیکم قاری 80,000 روی که رئیس نوشتگی با 80,000 دیگه ای طلبات جمع میکنی رویش میکنی میره با 6 ماه با رئیس که میشه قاری سلام علیکم با یک 50,000 گرایی که کماندیر توی دوره با جمع میکنی روی میکنی رنگ گاو جوشات کردن تلخ کفی. ولی باید تو مخالف تماشا نکنی، باید تو نگاه نکنی، باید تو اهمیت ندی. برای چی؟ برای که مرغ کردن جوشیده استند. انا همین خیلی مرغ میبری میره در پیش الله با مانند یک شخصی ترسو نه قرآن خوندگی ترا فایده داره. چرا؟ چون که میدونه که حدیث رسول اکرم از بعضی افراد است که نماز میخونن نماز از گردنش یک وجه بالا نمیروه یا اینکه قرآن خواندگیش از حناجرش نمیگذره. چرا؟ چون مفهوم و معنای اون آیات کلام الله حتی نفهمیده. تخت عالمی و ملا میگوی در حالتی که در خدمت طاغوت یا اینکه در لا ضرر ولا ضرار. آیا حدیث نخونده ضرر و ضرار در اسلام نیست؟ نه ضرر بده یک کس و نه از یک ضرر متحمل شه. اون پله که تو میره ملسر میتیش اون سبب ظلمش با دیگه قاری با دیگه ملا با دیگه افراد دیگر میشود. ولی انا همین خپی ما دادن پل همونا را شرک کرده است که ما و شما را امروز با بدترین وضعیت هر روز هر ساعت ظلمون کرده ایستن. اگه سلام علیکم بیا یا ایزاح امضا کبره رفتی ایزاح قطیبت ایزا را میبرورن دیگه.
نه که بفهم. باری دیگر میگم تو رحمانوف هیچ وقت یگان نفر مسلمان نبخشه تا نمیبخشه. تو اگر مسلمانی پس تو بخشیده نمیشه. عفوی که رحمانوف 18,000 کرده است، اینها سبب میلیاردها پول کار کردن رحمانوف و عائله کثیف او میشود. ما نگفتیم که آدم گرین فروخته است هویش که، ما نگفتیم آدم کشته است، دزدی کرده است، یگان گرابیاش کرده است اونا را تو هوی که. اون جنایت، من که جنایت کردم، بچه من جنایت کرد، دادر من جنایت کرد، مواد مخدر فروخت، زد یک کس، یگان جنایت وزمین انجام داد، اونا سبب بخشش باید قرار نگیرن. او آدمی که نفهمیده یکم برای اونا دیگه مثلا، ولی افراد بیگناهی که برای اعتقاد عقیده بردن زندانشون کردگی، انا اینا هم مشکلات. یا آدم وقتی محمد اقبال بد دید، بعد من بدش ببینم، یا اینکه یا آدم بد دید تمام یگان مشکل نداره. چه در عالم ارواح همون یعنی که درست گرفتگی نیستن، هیچ مشکل نداره، یگان مشکل وجود ندارد. اینطوری نیست که رسول اکرم که رحمت للعالمین بود حتی آمد گفته چی؟ ای محمد عدل که، در حالتی که رسول اکرم دنیا را نخواسته بود ولی بازم در تقسیم چیز مادام گفتن ای محمد عدل کن. درست. پس ما هیچ وقت نمیخوایم که تمام مردم ما را دوست بداره. ما میخوایم که ملت بفهمه دوستش از دشمنش تشخیص کنه. ما میخوایم که ملت بدونه کی دوست است کی دشمن است. ما قند نیستیم یا عسل نیستیم که بخرن شیرین باشیم. ما در مقابل افرادی که به این ملت و به این مردم به شکل ظلم و زیان میکنن، او کسی باشد باید گفته شود، نام اون آشکار کرده شود تا شخصیت اون این ملت این مردم با خوبی بفهمن و با خوبی درک کنن. پس امکان ندارد که آن چیزی که ما و شما میتونیم انجام داده این به وضعیت ما و شما به شکل میتوند که یعنی ما و شما را به یک وضعیت های دیگری گرفتار کنه. پس ما چیکار کنیم؟ باید با دقت باشیم. میتونیم تمام آن کارهایی که انجام دادیم اونها را به یک حالت و وضعیت خوب باید که دقت بدیم تا اینکه فریب نشیم. خوب، پس همه آن چیزی که ما و شما میدونیم این تنها فهمیشی آماری، استاتیستیکا، اینا جای خودش. اونها یعنی که از اخبارها میخوانید، از همه جا. اینجا صحبت با مردم هست، صحبت با شما، با مهاجرها، تا اینکه دوستمون از دشمنمون بفهمیم. ما اگر هر هفته تجدید نظر در آن عملهایی که دشمنای ما و تو، دشمنی پدر و مادر و زن و فرزندت، با اجدادت، بابا، دینت، عقیدت، ملتت، مردمت، دولتت نشناسیم و اپدیت تجدید نکنیم، امکان داره که به همون شکلی که هست یک تاجیکی ناآگاه دیگه، یک شهروند ناآگاه دیگه و همین خیل زندگی کنیم و مانند حیوان از دنیا بگذریم بریم و روز قیامت ثم لتسألن و از همه آن چیزی که در این دنیا داشتیم و دیدیم پرسیده میشویم. ولی امروز نمیدونیم که چی بگیم. همه گپی که میشود در تاجیکستان باید تو به یک شکلی باشه که بدونی و بفهمی که امکان ندارد که ما و تو در این وضعیت بازم بسیم بگیم خیلی که تقدیر ما همی بوده است. نه، تقدیر ما و تو در دست خودمون است. تقدیر ما و تو در دست خود ما و توست. بله، ما اگر خداوند تغییر نمیدهد حال هیچ ملت و مردم را تا وقتی که اون ملت حال خودش تغییر نکنه. اگر وضعیت ما را خودمون بخوایم تغییر بدیم، وضعیت ما تغییر میخوره. اگر ما وضعیت ما نخواهیم که تغییر بدیم، پس وضعیت ما به اون شکلی است. الله هم میگه همین مردم همین وضعیت و همین حالت خودشون خواسته بودن که در همین حالت زندگی کردن. چرا آدمی که نمیخواه، تو قطعی از زنک زندگی داری، قطعی مردک زندگی داری، نمیخوای زندگی کردن، طلب طلاق میکنی یا طلاقش میکنی، همون زنک زندگی نمیکنه میره. درسته. تقدیر میگوی میشینی که یک تقدیر ما میبوده است. 5 کودک هم داشته باشی میره، کودک هم نداشته باشی میره، زندگی نمیتونی کردن. انا همین زندگانی امروزه دولتی ما و شما هم انا همین به مانند یک زندگانی زن شوهریه. چرا؟ چون که
تو وقتی که میبینی همین مردک همین حاکم ظلم دوره برقت نمیتیه فرزند نیز تو برده دستکاری کشته است وضعیت ملت بزیب کرده است کار نیست تهمت دوره از روسیه بگناه قبیله آورده است همه همین کار را دوره 50 کس همین مردم اگر جمع شوند طلب کنند وضعیت خیلی تغییر کننده است ولی وقتی مرد شدیم همین خیلی زندانمون میکنه میکشمون به هر شکل کارش انجام دادن میگیره انا همین است که باید ما و تو امروز در این قضیه باید که یعنی به یک شکل نباشیم که گویا اینکه ما یعنی که این وضعیت به همین شکلی که هست ادامه دادن بگیریم پس ادامه ندادن ما و تو در این وضعیت چی است باید ما و تو تغییراتی که باید انجام بدیم به خاطر آیندهمون ما و تو امروز باید انجام بدیم در غیر این حالت فردا فرزندی که من و تو داریم فرزندی که ثمره یا که نتیجه زندگانی ما و توست غلام آینده به مانند تو یا به مانند پدری من و تو همون خیل زندگانی مثل غلام دارد و فکر میکند که زندگانی اساسی هم همین است و باید انسان همین خیل زندگی کنه خیلی یا آدم در جنگل بوده است یک عمر آب شور میخورده است یکی اجرات است که آب شیرین خورده است گفته است این آب میگیرم پیش خلیفه میرم پادشاه برای من خیلی پول زیاد میتیه بیچاره آب در درون یک کوزه گرفته است زده است چند هفته تا در خیلی امو پادشاه رفته است بعد در تخت کرده است من با پادشاه را یک آب دارم بسیار آب شیرینه بعد خندیدن گفتن خیمونش بدرویه آورده است بعد گفته است که آب بخو بعد آب داده است از خیمون وزیر شب گفته است خیلی آب گفته است همین آب دیه بیچاره برای که همو آب تم چشو خوردگی یک آب شیرین دید خیال کرد که ای همه در چی خوبه کان من پیدا کردم میبرم میتیم شو یگان چیز میتیه در حالتی که تو باید دنیا را دیدی گشتی تو باید فرزند تا باموزی بچه‌مه این رحمانوف این دولتی که تشکیل کرده است این دولت اساسی نیست این اون چیزی که باید برای ما و تو یگان منفعت داشته باشه این چنین دولت نیست باید اون چیزی که برای من و تو فایده دارد برای آینده تو و برای زندگی تو فایده دارد پس تو باید خودت در فکر کار از امروز باشی تا اینکه اون فرزند تو غلاموار زندگانی نکنه در غیر این صورت امکان ندارد که زندگانی نسلی تو و من به یک آینده خوب را انتظار باشه ولی کردها را میخواندن که کردها وطن ندارن با خدا قسم کردها در یک دولت‌های خارجی یک تاشه یک پینگ بگو 60 تا کرد جمع میشه در اونجا در گردت نیم کلکشت میکنن توجیک فوتبال که کرچشه پش که یک کس نمیاد با پیشتر برای چی میگه خی او گناه خودش بس کشتنش شمالی میگه که کرد یا به دولت رحمان هم حتی میگه و مولندی ملت های دنیا زیاد هستن که دولت ندارن همین دولتی که ما داریم نپلی ولی نتکای دولت همین دولتی که ما تو امروز داریم برق نداره پدر مادرم страховкаи тиббӣ نداره به پول تبابت نمیشود پنسیه نداره پنسیش یعنی که $5 $10 او همو با پول участковой پولی که پرابلمش میکنن همو را میتیش بازوره یعنی که فرزند زندگانی خوب نداره فقط مهاجره گرانیه بیکاریه آزادی دینی نداری ای که رحمانوف یا مسجد درست است قطر قطعی در 70-100 میلیون قطر آورده است پول داده است این کنجی نیست این قراهی که روز کرده است برای اینکه ماشینای یعنی که قیمت بهای جهمنده و یعنی که پرینای دختراش میگیرن های میکنن یا اینکه رستم های میکنه یا اسماعیل های میکنه او برای ما فایده نداره این قصدن یک روز کرده است کارابکای دنگ 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 میزنی خالی این با منفعت ما و تو نیست منفعت ما و تو بگذار در یک پوستین یا باشیم ولی آزاد باشیم آزاد زندگانی کنیم پاسپورت ما و تو قدر داشته باشد بتونیم که جای بریم دستای مردم پیش برم که نباشه لااقل چورک و جمشید مونم نگن همین قدری پاسپورت ما و قدر دولت ما دولت ندارن بعضی ملت‌ها میگه با چندین میلیون هستن از ما کرده 10 برابر زیاد هستن کم کردها را میگه اونو دولت ندارن با قدرن اونو کجای میرون هیچ کس تحقیرشون نمیکنه اونو را هیچ کس چورک و جمشید چون نمیگه ولی توی که دولت داره که خطا میگوی پدنالت مردم برق نمیتی نه از میستون نه در تویستون پدنالت مردم تروریست معرفی کرده در پیش مردم الله لعنتت کنه مردم با بدترین وضعیت آورده قرار داده رنگی سیورنی کره کردگی تاجیکستان چی در کار همتری دولت داشتنی ما همین مردم تاجیکی 60% در بیرون زندگانی میکنه همون دولتی که تشکیل کرده برای ما چیه همون تاجیک زن فرزند پدر مادرش اگر ببره این وطن وقت توف میکنه در بالای این وطن
وطن آنجاست که آزارش نباشد، کسی را با کسی کارش نباشد. وطن اون نیست که تو در زندگی بهترین داشته باشی، حاکم ملت در بدترین وضعیت زندگی قرار داشته باشه. وطن همون جایی هست که شخصی که تو پدر میتونی باشی و به 7 سندکی پرستیتوت که وطن روز کرده، انا همیتا باید تو برای نمی 10 میلیون توجی که وطن روز کنی، انا باید بگوی وطن های کجاش وطن های همی دولتی ما و شما. بهترین وطن داریم ولی وطن ما اسیر یک پدر لعنت ظالم رحمان فی مادر به خطا رفته بچه مریم گورسوخته گوری مریم در بگیره و گوری اولاد دودمان کثیفی پلید. کجا دولت داریم ما؟ ملت مهاجر در بدر چورکا جمشود تروریست اکستریمیست گفته در تمام دنیا معرفیش کرده، هم تاجیک شرمنده که هم دولت شرمنده که لعنتی شکم دم کرده که قول سایره وره پدنالت گردنت بلانی گزی با ایزانه بکشی بگیم ما دولت داریم. ما زدگی هم تر دولت که تراستش کردگی. ما میخوایم پوستین یا باشه ولی همین ملت آرامیش داشته باشن. این ملت زندگانی بتونه کرده در بیرون در خارج در کفتکاو نباشه که یک کس زنی رستم اقرات کس یا اینکه عزیزموی پدنات گازیتخانه که افراد کس یا مریم گورسوخته اگه افراد است باید در کفتکاوش قرار کی گیری بره زندانیش کنی. اولی نگاه که تو ممبری پدنالت یا اینکه به دقیق پی ملت نخری وضعیت به شکل میکنن که به حال پرندای آسمون گریه میکنن، به حال هر یه نفر فرزند دختر بچه تو داری. این گپای من زندم مردم تو میبینی رحمانوی روزا را عزیز ما میبینه عذاب کشی اوزاده را فریدون چقدر عذاب میکشه، انمو فیروزه میبینه که اسماعیل چقدر عذاب میکشه، انمو رخشانه میبینه که فرزنداش چقدر عذاب میکشه قطعی یعنی که دیگرها تخمینه میبینه دختراش پرستیتوت که چقدر عذاب میکشن. انا همین خیلی که تو ملت عذاب داده ایسا رحمانوف، انا همین تا انوشروان انا همین تا زیبا عذاب میکشه میبینه که چی وضعیت میآیند در دختر و بچهش. فکر نکه که اما تخمات برمدگی وره پوتای تر میمونی رنگ پینگینگ راه میگردی پدنالت فکر که دنیا باتم تمام تو پریزن میشه میره. این روزا را فکر نکه که همین تا تمام میشوند و تلک الایام نداولها بین الناس میگه. این سخن من نیست، این سخن الله. تو با او ایمان داری نداری نم پلیوت باوری تو نه که ما ایمان داریم، ما مسلمانیم، ما ایمان داریم میدانیم که و تلک الایام نداولها بین الناس. انمون نداول دور خوردن چرخی فلک از کو دور میخوره سوارکش کاگیم میدونن چیکار کنن سوارکش کاگی. فکر نکه که دور یعنی که چرخی فلک همیشه با کمی تو تر میشه و هر چه که تو بخوای هم خیلی میشه و امکان نداره. ای ما همون خاطر ظلمه که اینو کرده ایسن ما دولت داریم به خدا قسم من ایزا میکشم بگم دولت دارم نامی وطن نمیگیرم شکمی دم رحمانوف همون یایتسای برمدگی رستم رنگ پینگوین رهگردیش دیودو میزنم فقط با رنگ آتش خربزه و تربوز نشون داده است لعنت کرده الله. ما چی دولت داریم؟ دولتی ما چی افتخار داره؟ با چی افتخار کنیم؟ با یعنی که تخمه برمدگی رستم و لینگوی کجاله رستم یا که با شکمی دمی تو یا اینکه با گردن بلان گازی رحمانوف یا اینکه با عزیزموی گازیت خونک یا با تخمینه کلیوپاترا یا با آزاده قیل اسب یا با رخشانش یا با فرزانه در وکانسیای شوکفته است. با چی فخر کنیم ما لعنتی؟ با این تربوز کدو و بودرین سازی با چی فخر کنیم؟ ابی آجا افتخارن تویسون با پیش میگوی ایزو نمیکشه با چاپلوساش تانشدن با ملاش برامدن بخدا یک تا من شنویدم همین گپا را کن نام پا ملاتون میگم دیگه من تا حاضره فقط به خاطر چی به خاطر دی ولی وقتی دیدم که حمایت از طاغوت ملا کرده است پس بدانه که شرمندگی تو در همین دنیا قبل از اینکه در پیش الله شرمنده میشه در آخرت تو باید نموداشکار شوی. ملایی که تعریف میکنه پیشوا میگه بزرگش میگه حمایت میکنه از رحمانوف پس او دیگه داننده دین نیست. شخصی که دین میدانه مسلمانی که داند رمزی دین را نساید پیش غیر الله جبین را. هر مسلمانی که عزت و شرف دینیش میدانه در پیش یک پلید ولد زینای مادر به خطا رفته رحمانوف بچه مریم گورسوخته سرش خم نمیکنه. عزت و شرف در نزد مسلمان همونی است که مرد همونی است که عزت داره شرف داره ناموس داره ولی شما نه عزت داره نه شرف داره نه ناموس داره. وقتی که شما همتون فروخته من گاه هم استم با ظلمی که بالاتون میشید
خب میگفتیم که ظلمشون کردستن، ولی وقتی در روسیه قرار داره گرفت است، رفت است خونه سوخته، سرش کردن، پلش گرفتن، گرفت است روسیه رفت است، با در روسیه رحمانوف ترکه ایزا بکشی مرگ به طور ملا گفته ایزا نمیکشی خطا ملا میگوی میترسی که همجا به قپر روید میکنن من به قپر روید کنن، ولی ایمان از خودت نتی. ایمان دادن مشکل است، اون دادن جان مشکل نیست. جان ما هر یک روز از جان از ما میروه، ولی ایمانت مهم است که تو با او ایمان است که جوهر اساسی حیات ما است. ما بدون ایمان کسی نیستیم. ما بدون ایمان امکان زنده بودن، نفس کشیدن برای یک مسلمان حرام است که انسان مسلمان باشه و اعتقاد دینیش ناقص باشه. مسلمانی که نماز میخونه، روزه میگیره، عبادت میکنه، قرآن میخونه، ولی از نگاه اعتقادی بم بوم است، او راهی که اختیار کرده است راه غلط است. پس تو باید اعتقاد دینی تا بدونی، پس تو باید بدونی که تو کی هستی و برای چی آفریده شده. هدف آفریده شدن من و تو معلوم است، پس تو باید بآموزی اینه، نه اینکه تو چاپلوس باشی و یک پلید و کثیف رحمانوف و یک اویله کثیف از ترس. از چی؟ از ترسی همین یعنی که رحمانوف. تو بدان که الله سبحانه و تعالی ملائکه زبانیه و یعنی که ملائکه‌ای که الله سبحانه و تعالی داره، بدونی که لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون است. ملائکه رحمانوف ممکن است که فرمان رحمانوف انجام نتید در ظلم کردنی بعضی از افراد، ولی ملائکه عذاب الله لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. میدونی همیرا با کدام عقل و با کدام دین بازم شرم نکرده میگه رحمانوف شخصی خوب است یا پیشوای ملت فلان است، انا نهضت فلان کرد، انا این مخالفش فلان کرد. از الله شرم که شخصی که یعنی که در پیش مردم میبره گپ میزنه. من در تاجیکستان باشه که خب میکنم میگم بیچاره ایایتش قبیدگیان یک درسته تر که قبیدگی تای یا میترسه که اکسترادیت بکنن، اکسترادیت هم کنن، از ایمان نمیگیرن، ایمان از تو نمیگیرن. مرد باش، مرد زندگانی که مرد از دنیا بگذر، نه اینکه با مانند غلام، نه اینکه با مانند یک عروس از دنیا بگذری. برای عروسا همون زنای تاجیک از شما قدرشون بالاتر است، صدای همونها بالاتر است از شما. اعتراض همونها مادرای دارم از فرخور الله حفظشون کنه، حالا هم در تماسن، صحبت میکنن، گپ میزنن وزیر رحمانوف، حالا هم زن کلوبی از داخل کلوب زنگ میزنن، صحبت میکنن، اعتراضشون انجام میتین. از داخل قرغان تپه، از داخل حصار، زنای خوجندی، زنای اسفرگی، کانی بادامی گپ میزنن مردانه. از همین مردایی که بعضی خشون مولا میگیرن بالاتر عزت و شرف دارن. وای به حال شما. من به حال بیسواداش نمیگم، به حال شخصی که داننده ای قال الله قال الرسول است. هیهات بدان که باور کن وضعیتت بزیب است. به این تعریف های کرده است خودتون فهمیده است. اولی من در آغاز ژورنال برنامه نماتون نمیگیرم، ولی والله قسم ببینم بار دیگر به همین شکل قطع حمایت از رحمانوف و بازم حق گفتن رحمانوف، در حالی که میدونه که حق نیست. من اگر بدونم که تو نمیدونی رحمانوف حق نیست، من اول میفهمونم تو اینکه تو بفهمی عذر به جهلت میتیم، ولی من ترا عذر به جهلت نمیتونم داده. چرا؟ چون تو آگاهی، تو میدونی رحمانوف کی است، تو میشناسی رحمانوف، ولی با کدام عقل باز هم میگرده رحمانوف به شکل میخوای که توجیهش کنی، به شکل میخوای رحمانوف برتر بدانی، به شکل میخوای که بگویی که این بهتر و برتر است از مخالفا. شرم که از الله شرم که الله در همین دنیا میشرماند. و اما خاطر این است اون چیزی که ما و تو باید بدونیم. رحمانوف برقت نمیتیه در 45 گرادوس، رحمانوف در 30 گرادوس سردی برقت نمیتیه. زن و مادر و پدرت در تاجیکستان به برق است، زندگانی بد داره، تو باشه رحمانوف حمایت کرده بگرد در خارج و داخل. از الله بترسه. عذاب الله شدید است، عذاب الله شدید است و هیچ وقت فراموش نکنه که ملائکه‌ای که از ملائکه رحمانوف میترسه، از اس میترسه، از رمضان رحیم‌زاده کثیف پدر لعنتی بقچه میترسه، از کثیف یتیموف میترسه. فراموش نکنه که ملائکه الله لا یعصون الله ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون. هیچ وقت شما فراموش نکنه. اینا میدونه، اینا کاری نیست که شما ندونه، میدونه، ولی باز هم چشمهاتون چی کور کرده است؟ خوف، ترس. الله سبحانه و تعالی ما و شما را لنبلونکم، آزمایشی که میکنه با جوع و یعنی که گرسنگی و با همین وضعیت ها
تا اینکه بفهمه ما را آزمایش میکنه، ما را امتحان کرده است. مرد مسلمان باید نترسه از این وضعیت. ولی شما چی؟ حب دنیا کراهیت موت، حب دوست داشتن دنیا و از مرگ ترسیدن، و مرگ میرسد، فایده نداره. تا اگر چیکار کنی بلسی گجای رحمان فقطی تخمینه و آزاده و عزیز ما را گجاشتن بلسی ممبری پیش احکام الحاکمین میرای. فراموش نکه نه اس اس میمونه، نه بقچه لعنتید میمونه. از همین اس اس پدر لعنتی مخوف کرده رمضان رحمزاده را ملسو شوزی مردم بسیار بر عذاب داده استند. این مخوف یتیم افکو کارش انجام داد، بعضی دین و عزت و عقیده این ملت که از رنگ سگ وارد جای علوجاق کشیده است. الله لعنتش کنه اس اس مخوفه. انمی رمضان رحمزاده را ملسوش اینقدر مردم از ظلم کرده استند. والله رمضان رحمزاده این ملت در نزد الله روز قیامت اتش شکایت میکنن. اگر در دنیا قپیدن ژوپ و اترود نک در اون دنیا نگاه کترش کارد میکنه این ملت. تو فراموش نکه در این دنیا کو معینه که تو چی جایگاه برای تو انتظار است. این قدره که ملسای تو مردم با قانون ازاحت آورده مردم ظلم دارن پول کنده گرفته ایسن. نزش تو بگنو دروغ قانون ازاحت تو که میبری مردم عفو میکنی گفتم. چی قدر مردم ظلم داری تو ملسای تو. نزش تو مردم برده پولاشون قبضه گرفته ایسن، پرابلم کرده ایسن. با کدام عقل، با کدام انسانی؟ آیا تو را مادر زایده است رمضان؟ اگر یتیم و بگیم که پدر لعنتی خدازده مخوفی به ایمان لعنتی عاقی پدرای بچه ستاری کثیف نیک اخی تو با فکرم اوچت مسلمان بود، اوتت مسلمان بود، اوتا و اوچه داری اخی نقاط یا صغیره اوتدار و اوچدار این قدر مسلمانی مردم از ظلم کنی. این با کدام عقل توری میگیره؟ این تو کثیف این قدر این ملت از ظلم کرده است. کسایی که رمضان رحمزاده را حمایت میکنن بدانند که والله قسم در نزد الله جواب میگن. بدانند که حمایت کننده های مالی و پولی از هر شکلی که رمضان رحمزاده را حمایت میکنن در پیشگاه الله جواب میگن. والله جواب میگن، بالله جواب میگه. بدان بیزنسمنایی که من میدونم چیکار کرده است با فایده رمضان رحمزاده، شما در کمک کننده همین ظالمه ای الله با رمضان رحمزاده و با رحمان رو مشهور کن. همین کمک کننده های رمضان رحمزاده را اکی یتیم افکو معلومه الله لعنتش کنه و کثیفه. خوب بیننده عزیز گرامی، واقعا هم خیلی دهشت داریم. خیلی وضعیت این ملت به یک وضعیت بدی است که هر روز از همین اکل یک دلم روی کردن نه که من باید ببخشن، من باید عفو کنم، من باید برم، من باید همین شکله. یعنی همین وضعیت هر روزی خدا هست که ما دیده ایستیم. هر روزی خدا هست که مردم فریب دارن. هر روزی خدا هست که از یعنی که شهروندای کشور در هر منطقه پول کنده ایستن به هر شکل. تو بیا ما ازاح امضا میکنی، ما تو را یک بار میپرسیم جواب میگیم. کجا بود بگم؟ بعدا در قضیه دویم مسئله همون افرادی که از اروپا یعنی که به هر شکل استرداد میشوند. خب این اسدالله آمد در اول یکم ترک مبارزه بود، بعد دیگه در فکر خودش گذشت. هیچ من حمایت کننده اسدالله نیستم. برای چی؟ برای بود در زندگی خودش در فکر خودش بود. اون یگان مبارز بود، یگان چیز بود. اسدالله ای گرمانیا بردنش اینا ما آشکارا گفتم تو اینکه بفهمی. و از این به بعدم هر قدمی تام که میبرن انا تا میبرم قرصک میزنم میگم خوب بود که من بردن. همینجا اومدی در توریستون خونه خریدی، زندگی تا خوب کردی، همینجا قبلا بردن مبارنه تو خیلی رئیس یهود تو چی فایده رسونده به مبارزه؟ تو در پیش خدا هم جواب میگوی، در پیش رحمان فی کثیف هم جواب میگوی. خب بگیرم برن تو همتا پناهندگی دوره، زندگیش 100% فکر دوره، ولی پناهنده سر میکنه زیغ نشه. گراجدانство داروی بعضی را گرفته گراجدانство شو برده ایستن، ولی که پناهنده که جای خود شای. انا همون وقتی که میرسن ان شاء الله همون روزا انا بعد با قرصک زنی را با سر میکنیم. در رنگ اسدالله ولی یا بربر در لیستی تکشتو گفتی گپو فکر نکنی خرط و علوی گذشتگی اکش مو دیگه تمام هم زندگیتون 100% نه طریق گپ نیست. این طریق گپ نیست. گراجدانство دار و پناهنده دار نگفته ایسن، شهروندی دارو را پرابلم کرده ایسن. تکشتو خوب دقت کنید. هر شهرنامه امضا شده ایسن کارش رو انجام میتین. ما تو اگر رحمان و چپا نکنیم زندگانی با گراجدانство لوبوی دولت برای این ملت فایده نداره. اینا خوب بفهمی. اینا خوب بفهمی. من چی که پیشیدم الحمدلله خون روشن کردم. هر چیزی که گفتم این در تاریخ این ملت میمونه و این ملت هم میدونه که من چیکار کردم.
تمام هیچ کاری من یعنی که فکر نکنه که عباسه، هیچ کاری ما و شما عباس بهوده نیست. همه کاری انسانیت یعنی که یک نتیجه و یک عمل دارد. ولی همونایی که در اروپا هستید و امروزها در فکر که زندگی خودت گشته است، نه در فکر مبارزه، نه در فکر هیچ چیز، با فایده درسته با ضرر رسونده است. ان شاء الله که یک تا میبرن تو ما بخرسندیم اعلان میکنم با که انا خوبشون کردم بودن شد. اینمی اسدلا را بردن یعنی که نیجرکن خالد نمونه، اینه ملیش نمانده نیجرکن خالد نم. یگان فایده نداشت برای مبارزه. برایش بود فکر زندگی خودش بود. ما یه آدم در جمعه کار میکنه زندگی میکنه و نه در مبارزه فایده دارن چی ما رو چی بگم یگان گپش نمیگم. بودش بودنش رئیسیوش. این چنینم 5000 توجی که دیگه آلمان هم گیرن برد نبرن یگان گپ نمیگم. یا یگان هستن برادره که کار کردن لوبای کار در قطشون در برشون هستیم. ولی هستن افرادی که یعنی که 95% دیگه شب برد نبرن فقط بخدا برشون کوشش کنه برشون همشه یگان پرابلم نیست. برای اینا یگان فایده نیست. نه با فایده با همون رحمان فای و بگیره برش پیش تو همونجا همون پل کار کردن بطره روی کرده ایسان بگیره برش رو پیش تو یگان پرابلم نداره. الان مشکل نداره و همون خاطر قرطو نکنه. خوب بفهمی همین که افرادی که حالا هم در خارج هستی و بازم در فکری یعنی که هم فقط در تویسون ما خونه خریدگیم با خسر ما با خشتمان ما با قیسنگل ما یعنی که هم تاری خلاص خونه رو بخره زندگی رو تنج کنی بعد که بردنت خیلی بعد میفروشی همون خونه رو با میتی اگر خیلی 20 سال دادنی باشن 10 سالت میکنن توری حالی کار که برای که استاتیا 20 ساله رو 10 ساله کنی پلور روی کامگی و جمع که دست ینگامون با وقتی رفتی بعد ینگا رویت میکنه کاروچی بعد میگیری 20 سال حکمت کنی 10 سالش میکنه 10 سال میستی در ما این چی فایده داره میکنه. ولی مرد بدن در کاره مرد زندگی کن در کاره می اسدلا میدونی خدای سال 2023 دم بورزه نیست هم 22 بود 23 این خرج درم آدمی گاو زدم تر بعد دیگه در فکر بیزنس کار خودش بود دیگه برای مو چی یعنی که نجارکای نه خلود نه یا اسدلا بود نبود منم نمیفرام دروغ بگم ده یعنی نمیفرام بگم امروز یک مخالف رو بردن بسیار هم انسانی خوب بود یا شیطانگری در پیش خدا جواب میگم پگا من در پیش خدا جواب میگم من شیطانگری نمیفهمم در سیاستم همین سیاستم راست باید باشه همین که بردنشو اسدلا رو خوبش کم بردنش یگان پرابلم نیست او یگان مبارز نبود بردنش توکلش به خدا دیگه بودم مبارزه برای او استودن استویته و برای برادر مبارزه بستی یک بار در فکر مبارزه از 3 سال شد بود نه بردنش توکلش به خدا بردنش یگان مشکل نیست و همون خاطر مرد شه تو اینکه وقتی که ممبری بعد بگند که شاهدای الله در زمین شهادت خوب بودن یا که بردن شهادت خوب بودن خیلی که حدیث رسول اکرم است که رفتن به یک قشلاق در پیش حضرت عمر اصحاب گفتن که آدم خوبه گفت وجیبت یعنی شهادت دادن که آدم خوبه و یک قشلاق رفتن یا آدم میگه مردگی گفت که بسیار آدم بد بود پیامبر گفت وجیبت حضرت عمر گفت خدا اوشم گفتی وجیبت دیشم گفتی وجیبت واجب شد چی معنی داره رسول اکرم گفت آخه اوش گفته شما آدم خوب بود گفتم شما شاهدای الله در زمینه وقتی مرده را گفته که آدم خوب بود من گفتم واجب شد براش جنت وقتی دای شما ده گفته آدم بد بود گفتم که واجبت یعنی شما شاهدای خدا در زمینه واجب شد جهنم براش. پس وقتی که تو در فکری مبارزه نباشی در فکری آدمی که کار میکنه هیچ کس نفس از کار نکنه همه کار میکنه ولی حداقل 10% در فکر مبارزه هست من میفهمم اون را 5% در فکر مبارزه بودن شما میفهمم ولی 100% در فکر هیچ نیست دیگه فکر کس که من در جنت رستگیم تمام دیگه جمالش کنم ببره خلد ابدی ای این اروپا یا گرمانیا جنت یا خلد ابدی نیست اینجا ابدی تو ایستادنی نیستی لوبو خلقتی رفته میوان چیکار کنن برای خود مردک بره زندگی که مردک بره وقتی ادمی رفته اگر آشکار هم نیستی پنهانی هم مردک شدن در کره در مبارزه باشه ولی وقتی که میره میبرن تو یکم مشکلیش نه ما اگر همین قدمی که میپرسن از ما از هر چیزی که همی که بپرسن افراد را که میبینیم نیستن یگون چیز میگیم نیستن یادم برده یگون چیز میبره بردنشون گیره مو یگون گاب نمیگیم یعنی من رنگی بعضی یا شیطانی نمیکنیم که اکما در پیش موناگمو در پیش مقام در پیش مقام تو سه گفتم در پیشتون آشکارا میگم که تری گپای مو رنگی یگون خیلی فتنه دروغ و شیطانی نمیکنیم که عقفو یگون کسب بنویسیم اینجا بعد بگیمش که نه تری گپ نیست همین که گفتیم میگیم تو آشکارا نگفتیم نمیگیم برای این سیاست مو شیطانی نیست سیاست های شیطانی را
اما رحمانов کدوم یاد میگیره و میکنه ما اوتری سیاست نداریم یعنی سیاست ما آشکارا است. خوب الحمدلله این قضیه را هم تمام کردیم. البته قضیه های زیادی دیگر هم است. از رامیت بعضی معلومات هست. الحمدلله یک دوی رامیت آماده شد، سیم رامیت هم آماده شد و در قضیه سیمیکانیوز انشاءالله که سیمیکانیوز هم الحمدلله که قبل از آغاز برنامه‌مون خدا را شکر که تقریبا تمامش کردیم سیمیکانیوز سی را و خوب مطلب سیمیکانیوز انشاءالله که میخوانید. در مورد نورشید زن رستم، در مورد امان، در مورد خوب حسن، تخمین کلیوپاترا، خیلی دیگه در مورد فراز خیلی معلومات الحمدلله در سیمیکا که میخونش که انشالله که بعد برنامه اختلافات داخلی سیمیکا بسیار معلومات جالب انشالله داخل که آمادهش کنیم روزی 30 نشر میشود میخونش و حتما انشالله که در برنامه‌ای که آماده میشود و مانند دیگر برنامه‌های نشر میشدگیمون خدا خواه اون هم نشر میشود. و همون خاطر ما کارمون انجام داده هستیم. ما کاری که باید انجام بدیم الحمدلله که انجام کارمون انجام داده هستیم. خوب برادران و خواهرانی که سهم خودشان گذاشتن، بله همون 25 نفر در 100 نفر است، 19 نفر در همون 150 نفره یا که 250 یورو در 19 نفر حالا هم قرار داریم و فعلا یگان مسئله نشد است دیگر و مثل همون قبل هست و خوب دیگر این مبارزه است و لذت مبارزه هم در همین مشقت و عذاب کشیدن است. خداوند ما را در این مصیبت ها و کارهایی که انجام میدیم الله سبحانه و تعالی در صفحات اعمالمون نوشته کنه و خوشا به حال برادرانی که در صدد یعنی که دستگیری اصلاح هستند در و کمک بچه‌های کار انجام داده هستند. الحمدلله بچه‌ها کارشون انجام داده هستند و هیچ نواقصی در کارشون انجام نشده است. کار با مانندی پیش انجام شدگی است و نواری 365 هم آماده است. 66 67 68 69 4 نوار دیگه به خاطر آماده کردن باید یعنی که ثبت کنم من 70 و 71 هم آماده شد یعنی که 370 371 یعنی که امروز آمادهش کردیم الحمدلله. خوب دیگر یعنی که کارمون انجام شده است. هیچ مشکلی در انجام عمل و کارهای اصلاح وجود ندارد و انشاءالله که ادامه میتیم کارمون و همون شکلی که الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی باشد تا وقتی که انشاءالله نفس میکشیم بر علیه این عائله کثیف خوناشام خدا خواه کارمون انجام دادن میگیریم. خوب 1 ساعت و 18 دقیقه در خدمت مردم بودیم در آغازین برنامه و خوب دیگر در قضیه های در قضیه ادریسی همون مالزیا بودگی بعضی از برادرها زنگ زدن و گفتم که زنگ میزنم و کمکش کردگیم پیش بعد ما را زنگ میزنم میگه که نعوذ بالله خداوند گه بگو حقارت که یعنی که الله حقارت که گفته اوضاع ما را ثبت میکنه اگر تو همین گپ نگوی ما تریترید میکنم من تریترید میکنم گفته یعنی با این شانتاژ میکرد است یعنی که در مالزیا. خوب چیزایی هستن که برای من رساندن. 3 نفر همین گپ گفتن، 1 نفرش گپ زد و 2 نفر دیگهش به شکل های دیگر گفتن. ولی مهم که همین کارا را انجام میداد است. یعنی هم اول میگه که نخو که شما عقل نداشته باشی یا آدمی که نامعلمه که امرو باید خیلی کمکش کنی او را میمونی روی توکل به خدا بر خودت شکر میکنی کم بگی همون را با قدمیش که یعنی که کمکش کرده است با شانتاژش کرد که اگر تری نگوی من یعنی که ترا میبرم نشرت میکنم گفته و بعد رحمان ترا با ظلمت کنه گفته. خوب دیگه توی شکل ها هم هست. اینم یک اعلانی کوتاه بود تو اینکه گفتم براتون بگم تو بفهمید که به همین شکل یعنی همون ادریسی مالزیا در اوضاع چند روز پیش برآمده بود که همون مردم شانتاژ میکرد. خداوند عاقبت شب خیر کنه. خب خب برادر نوشته است که محمد اقبال کی عمل میشود؟ عمل وقتی که همین ملت آماده شد ان شاء الله که عمل میشود. عمل اگر به دست من باشه و 24 ساعت عمل من انجام دادم. وظیفه من فهماندن و گفتن بعد مردم را رساندن
من به همون شکلی باید و صورت کار انجام بدم. کیرا چی فریب کردم اگر که بتونی نوشته مرحمت بنویس تا اینکه من جواب بدم که چی گپی فریب گفتم چی گپی یعنی که دروغ گفتم. به همون خاطر ما چیزی که انجام وظیفمون است انجام دادیم. ما یعنی که در انجام وظیفمون گفتی گپا الحمدلله با اون چیزی که الله سبحانه و تعالی مأمورمون کرده است به خاطر رساندن و ابلاغ واقعیت و حقیقت کارمون انجام دادیم. اون هم ملت میدونه هم الله میدونه و هم در همین دنیا و هم در آخرت جواب میدیم و با جواب گفتن هم آماده ایم. چرا؟ چون که هدف و مراد و مقصودمون خدمت کردن به این ملت و به این مردم و به این دین است. ما نه اگه کس فریب کنیم نه دروغ گفتیم، واقعیت حال چیزی هست همون انجام دادیم. دیگر اون طرفش یعنی که به خود شما وابسته است. دما безплатная тревога нест, یعنی ما در یگون خیلی тревога نیست. тревога فقط در منطقه های خوب همون منطقه خوب برادرانی که در منطقه های لیتوا، لاتویا، استونیا، پولشا یعنی واقعا هم یعنی دولت های فعلا همین خیلی نگاه کرده هستیم که یک باید روسیه یگون خیلی بخیله. چرا؟ چون که از وضعیت و حالتی که میبینیم همین چیزا دلالت میکنه، ولی دیگه اوسش خداوند خودش میدونه که و همین قدر میگیم آگاه باشن. چون لاتویا، لیتوا، استونیا و پولشا خطرش کمتر است ولی مهم که هست اینجا هم، ولی لاتویا، لیتوا چیزی بیشتر دارد. یعنی این چیزها را در نظر هم باید داشته باشن که یعنی که چنین کارهای امکانی شدنش هم وجود دارد. خوبه که خداوند هیچ وقت یگون جنگ یگون گپ نشود، ولی بعضی از حالتها انجام شده است. و برادرانی که در روسیه هستید باید خوب بدونید که یعنی که وضعیت روسیه از بعد هم بدتر شده است و امکانی بسیاری از کارهای یعنی که بعضی از حالتهای از اندازه بیرون برآمده هستند و اوکراین هم جنگ 40 روزه‌ای تا اینکه روسیه را به زانو بشمانه و با زانو 70% شنونده استش. نگاه کنید بنزین نیست، وضعیت بیزیب کرده از ریسو از بین رفتن، استراحت در کریم از بین رفت. لوکاشنکو پرید مسکو اومد، یعنی که برای درونایی که از طرف روسیه به طرف اوکراین میروند یعنی که باید تهدید زلنسکی همون ویشکوش یعنی که لوکاشنکو کشت و ماشینایی که موجه میتیان با یعنی که رادارات با همون چنون داره با همون درونا برای رفتن زدن اون رو گفت اگر نکشیم خاموشش میکنیم اوکراین بلاروسیا کشتش. خوب دیگر بعضی از همین کارها هستن. وضعیت روسیه خیلی بد است، یعنی در این حالتی بد به خاطر بخوی که یعنی که بدش کنی بعدم تری کارو امکانی انجام داد. برای چی تو امروز نمیگفتیم میگپا؟ برای که وضعیتش خیلی بد است. در حالت وضعیت بد بعد دیگه کارو میکنیم میگه که اگر روسیه نباشد بگذار دیگه دولت ها نباشند. یعنی که چند دولت یعنی که ممکن است زیر خطرهای یعنی که هجوم روسیه قرار بگیره، چی مثلا پاریس، چی برلین، چی مثلا از نگاه یک باری میزنشون. یعنی که همتری چیزا تهدیدهای دیده میشود چون که اینو چیزایی هستن. ولی از همه در چیزایی که جواب میتونه گرفته هم لاتویا، لیتوا دولت خردن از همونو یک بار میسنجه بعد میبینه که چی کار میشود و دیگر خوب دیگر بیشتر از این دیگه هیچ گفتن نمیتونم. ولی مهم که وضعیت سیاسی خیلی وضعیتی یعنی که بد وضعیت بد قرار دارد. یعنی منطقه این هم باید آگاه باشند تا بفهمند که یعنی که همین وضعیت ها و رنگای خطر چون برادر همین که پنوشت شما هم چیزی خطر هست ولی گفتیم نه در اروپا همین چیزی خطر وجود دارد. یعنی این چیزها حتما یعنی که میشود. چرا میشود؟ چون که وضعیتش وقتی بیزیب شد به خاطر وضعیت توجه با دیگر طرف کردن و تو جمع میشوند باز ممکن است که از هجومات کم ترک خچه ایمی نگاه داره و همون خاطر بعضی کارو میکنه تو اینکه بعد فهمیدن شرح شوه و همین خچه به همین شکل میتوند که از چند چیز یعنی که از هجوم های بیشتر نجات بده و این کارهای دیرینه یعنی روس‌ها هست و این طریق کارا را انجام میدن. به همون خاطر یعنی که روسیه در یک وضعیتی بد و ماجرایی که در کارتاتون پول داره پلاتون از کارتاتون بگیره که
یعنی که حدودی یک ماه بیشتر شد، یعنی تقریبا از ماه اپریل به بعد مردم دیگه پولاشون از کارتاشون گرفته هستند و پولایی که در کارت هستند فعلا 100 میلیارد روبل از بانک‌های روسیه کاملا یعنی گرفته شدگیان، نلیچی کرده شدن، یعنی دیگه در بانک پول نیست. بازی برای که جایی که با کارتا بگوی پلاتید میکنن کارتا قطعی نمیخواهند بگیرن، میگن نلیچی بودی. یعنی اینو همش یعنی که قضایی هستن که امکانی آینده یعنی بعدا نگاه کرده است. یعنی با اون خاطر در قضیه خوب دقت کنید، کارتاتون و در پلاتون و در کارتاتون زیاد نگاه ندارید، چون امکان داره دیگه نتیان پلاتون و یعنی که وضعیت به همین شکله. پس باید دقتی جدی بودید در این قضیه تا اینکه ما مشکلات گرفتار نگردیم. خوب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید، یعنی که 60 لایک تقریبا در اصلاح لایو گذاشته شدید و یعنی که چند بله 73 لایک بود است، بله 73 لایک در یعنی که اصلاح لایف گذاشتم، من اپدیت کردم 73 لایک. لایکاتون رو بگذارید، در پادپیسات کردن به شبکه اصلاح لایف کوتاهی نکنید. امیدوارم که انشاءالله پادپیسکای شما سببی بیشتر نشر شدن برنامه میشود. خب پس ما الان اون چیزی که قرار داریم همین است. خب بله، گذاشتن لایکاتون بار دیگر میگم بیننده عزیز گرامی کوتاهی نکنید، انشاءالله که شکل و وضعیت به شکلی هست. بله مبارز. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و اینا رحمت الله. لله و اینا الیه راجعون. ما در معرکه برادر رفتیم، در امو اشتراک کردیم، دعا کردیم، همونجا بدیم ناو گشتیم اومدیم. خیر خداوند این مصیبت که بر سرش آورده خداوند که با صبرش بتیه. خاک همی از زندگی همی اروپا را که مقیمی کیم خدمت گه آینده زندگی ما همی ای چوک نیم. خلاصه میریم سری موضوع. با چند نفرم هم صحبت هم شدیم، در امون معرکه هم در حق تو دعا کردن. الحمدلله بچه‌ها ابتدا دعا کردن در حق تو، سلامت باشن، کپای خوبم زدن. وضعیت تا چند میروه بگیم امو بدتر میشود، با همی مردم لسیدنشو زیاد میشود. چند دکی بد میشود لسیدن زیاد میشود. من همیجا تعجب میمونم. یک کمی هم مردم نمیدونم که و سرشو فکر میکنن، با شکمشو فکر میکنن، با چشمشو فکر میکنن. همین عقل مردم من نمیفهمم. از همه طرف دوران تجاوز کرده ایستادن، از همه طرف دوران غصب کرده ایستادن دولت. یا همین شگر جنگ است. جنگ به خدا قسم عید جنگ باشه جنگ خوب است که یک طرف کمک بشه، یک طرف دستگیری میشه، از یک طرف یک کار دیگه میشه، یا نویگری میشه. این هم یک نمود ایستادگی است. در یگان جا حقوق توجیک بله درست. صدات نیست برادر. الو برام. بله درسته. خب وطن 665. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب تینجی استاد. خدا برکت بده استاد کید اومدی یا برنامه تا پراپوسکات کردی در همین روزای تر میشود سپیسکو دیگه نمیدونی که یک جاش ترکنی و یکی برنامه هم همیشه هم خیلی سازه یا خیلی سر شروع میکنیم انشالله. مثلا استاد چی با برق نیست گفتی که همین چی که شمارش ما حس میکنم که اینجا تک میزنه.
صدات قطع میشوه. اگر در واتساپ زنگ بزنی، اگر بزی باشه اینجا خوبتره. در تلگرام و در واتساپ زنگ بزنی بهتر. آوازت میبره یکی گم میشوه آوازت. گپ زکو. خاک دیگه روسیه وضعیتش معلومه چی خیلی. با واتساپ زنگ بزن. خوب واقعا هم یک برنامه آخی من گفته بودم که اگر که بتونم اشتراک کرده خداخواه اشتراک میکنم، ولی اگر اشتراک کردن نتونم یکی روخان دیر تموم کردیم دیگر نتونستیم صحبت کرده. باور که اگر میرسیدم من بسیار هوا گرمی از اندازه زیاد بزی بود. خداوند خودش هیچ کار به حکمت نمیکنه. یعنی واقعا مشکل بود. یعنی با اون دیگر چی نکردیم. خب بله مبارز بعد وطن بله. داملا فکر کنم همه شرکت با فیلم کمی مشکل داره یا که اینترنت های ما ضعیفن، همیشه نفهمیدم. نه برای که اینترنت همی خودش خودش اتوماتیک پرتافت نمیدونم یکون پرابلم یا که هوا ندارم. گرمه، حساب گرمی هم تلفن رو گرم میشه. اوکی. خلاص جناب رحمانوف داره با همو کارهای پیش بدگیش، با همو کدوکاریش، با همو خربزه کاریش، تربزه کاریش، همو مردمش همو سیستمی که بود و همو سیستم رفته ایستاده است. مردم با خربزه و تربزه بازی دارونده ایستاده است. این طرف تیلا و نقره و سرمه را میفروشه. همین تاجیک خوبش میکنه. ملت خواب برده، ملتی نمیدونم در تای زمین فرو رفتن یا چی شده است. تماما در نمی یک گمراهی رفتگیان. امروز یک ارتیست رس نیکولای باسکوف در بین تمام مردم دختر تاجیک پرای روش میگیره، بوسه میکنه، این دیگراش با میخندن. و این کامنت های دتای نویسنده را بین، اوه چقدر دختری خوب، آفرین. این همی تاجیک های خودمون. یک رس میاد در درون دوشنبه در بین مردم، در بین صحنه دختر تاجیک بوسه میکنه. این غیرت تو، این غیرت تو، غیرت تاجیکی تو. یک بار یک رس بروا یک دختر چچنی را نگاه کنه، بعد زن شد بله بله درست 100%. صدات هست؟ گپ زن. مبارز فیلم مشکلات نمیدونم در خودت است، از ما نیست. وطن مشکلی در خودت است. من خطاب برو در خودت است. نه من خطاب برو وردم برای که نمیته آواز این قش میای قش نمیاد. اینه برادر مبارز آوازش 100% میآید. یکی برو ما دیگه اگر مشکل نبود وزیرش دیگه 100% گپ زد. صدات میچسبه. حضرت صدات خوبه. صدات خوبه نه؟ بازی صدات خوب است. بله بله بهترین فروختن و مسئله موضوع گپ زنیم استاد. فروختن برق چی داره؟ مثال باید تیر چند فوختر میزنن. مثلا میفروشش شوتو همون جراس افشاری به شویتساریا میروه و پس از اون ای چیه مثلا میفروشش که میکشه خاموش اما بو میگیره. بله این هوزی آوازت نیست مقصد. آواز تا یکی پیدا میشه یکی گم میشه آوازت. بله بیا در واتساپ بگیرم. بیا در واتساپ بگی بهتره. واتساپ بگی. خب راه مستقیم. بله واتساپ زنگ بزن من راه مستقیم میکروفون تا گیرم که گپ زد. سلام علیکم استاد عزیز، خوب هستین؟ سلامت باشید. بله
علیکم السلام. خداوند شما را در بالای سر مردم ملت نگه داره. بسیار گپای خوب زدن از برادران برای غیرت، برای پیشرفت جامعه، به ناموسی جامعه. اینه که ما طرف های پنج امداملا همین نامه های شما بسیار بسیار تاثیر سخت رسان. گپای حق گفتن یک کم ترک وضعیت بزیب شده. به هر حال خیلی کار باید ببینن و نمیشه دیگه مردم ظلم که هستن. پنج یعنی که برنامه های زیاد انشاءالله که از رئیس ملیستون نشر می شود، یعنی که مقاله هاش نشر شد، آمودش دیگه برنامه چند تا معلومات دیگه پنج انشاءالله که از یک همه را درست کنیم. انشاءالله امیدواریم که ماه ایول دیگه یعنی که همین تخیش رو رفتن میگیره دیگه، یک شکلی درست مونیم کار انشاءالله دیگه. نامه ها همش میره دیگه. اوزی اصلاح توچکا تیوی گوگل دا 100% اوزی گوگل دا با گوگل بگو دا بعضی مردم گوگل میگن میگن گوگل نگو، گوگل بگو یعنی گوگل نگو. تاثیر گپای شما هست داملا؟ بله. تاثیر گپای شما در همه منطقه هست، ما این را احساس میکنیم و فکر میکنم میده تا قدقم سنگیری ما نیست. یک در رفیق داریم ای طرف خوجان اوجادم همون بیش تغییرات ها هستن، حالی بچه های همین چاپلوسان میبروین میگن نیست. تغییرات نیستن هسته زیاد چی دسته. این اخواه امروز بردن او نبات که بود او دا آو غلطید یا غلطاندنش غلطید میغلطه نفهمیدیم. خلاص همین خفه همیدیم که پیش همون ماشین غرق شدن. حکومت گفت که مرده علکه 5 شب بزنه حکومت. نه این هم خیلی حکومتی داریم که کاش بود کت میگیرد باز یک طرف میکنه. ای در مردن او هم شکه، او هم که خودش قاتله با قطعه قاتل دیگه همکاری کرد. او قاتله که امروز در سر حکومت رحمان و همین عمود آدم ها را نیست که اگه نکی داملا همه حتی شما هم دشمنی بسیار سخت داره، به حد سخت شما هم بسیار میترسه این برنامه های شما، ولی مردم نمیفهمن. بسیار سخت حکومت شما سخت میترسه و چیز میکند. بخاطر که این ناموس میگین ای حفاظت که مردم میگین خاصتن ای زنا حق حقوق زنا را ای برادران میگین نکنن، خیلی حقای همون زناشون تامین کنن، دنبال زندگی خودشون باشن، با غیرت باشن. راست میگم میاد عروس میاد تاجیکی مرا قچاق میگیره در تاجیکستان رقص میکنه، هیچ نمیگه. این بیناموسی نتا این هیچ هم رسیده و مداخله اروپا همین دملاختان دیدیم دختره که خوبه خیلی نازتی نباشه اونا برام قطعی در پالشه بود در کجا بود قطعی مرده که مسیح پیش جک رسی کلان قچاق به قچاق نکنن. آخی باید بی دیوسی و بیناموسی در چی در کارم میکارا کردن. بعد درباره همه چی گفت زنی بدیم دملا. الیو آواز ما میاد دملا. این برنامه چسبی دملا. برای همون گفتم مردم باید کم ترک به ناموس شوند، ناموسی خودشون بالا برن، غیرتشون بالا برن، این خیلی به غیرتی بد نشوند. در اوجا میگیم که این خیلی در این آخی ویروس دانم به اروپا را هم کشیدن آوردیم نکنین این کارا را. مردم بیدار شده سهلک که میفهمن بعضی اون بچه هاشون در عسکری مرده سه، بعضی دیگه در زندان مرده سه دیگه میفهمن. این قضیه دیگه که موضوع دیگه که امروزه که در جامعه ما که به همه بالا گرفتگیه به حد موضوع سخت، موضوع اونا برادر محمد علی حید بردن
او را عدل نمیزنن با عدل او را به نهایت عذاب میتن. اونا خواهرش برآمده اعتراض کرده، اونا میبرن ظلم میکنن. سر بچه امام علی رحمانوف 8 میلیارد دلار میدزده، او را یک قطیش دفراست میکنن، 3 میلیون شو میگیرن، 5 میلیون گشت میگه حق خود است و برا از زندان آزادی. این هم خیلی جامعه ما زندگی میکنیم. الو اوزم هسته؟ بگو پلی اینترنت. دملای عزیز آوازه ما آمده است بود. الو بله بله. آوازه ما آمده است بود. میگو شما یک گم نمازخانی رفتید. نه نمازخونه نرفتیم، یکی اینترنت پرتو. بله گپ زد گوش کسیم. بله برای هم میگم باید مردم دیگه بیدار شوند، ترس یک پرک کنن. بنویسم برای شما. همون میگم همین خاطری حقگوی شما است که شما میگین همین حق نه به خودی و بیگانه و نه به یگان کس، نه به گنرال نه به پریزیدنت، به یگان کس رحم نکن. اما مردم هم بفهمه که شما به هیچ کس، به یک امام علی رحم نکردین، چه شما میخیزین به یک پلتونی یا که به یک جنایتکاری که هر روز جنایت چکیسه او را شما گپ نزنید. اینا باید مردم بفهمه که محمد اقبال همه گناه همه حکومت هم میگه. بعد درباره همین قچاقگیری و همین مچکنی و همین صورتگیری حجابدار و همین هم درباره‌اش گپ زنید. استاد به بیزه بی بچیده اینا یک دو سه روز شده در اینترنت برادر کارو گرامی، برو. وظیفه اساسی ما گفتنی همه اون چیزی که جنایتکاران مقامات میکنند و اون چیزی که در اینترنت میشود در جامعه میشود وظیفه ملاها های. اما یعنی ما وظیفه ما گفتنی اون چیزی که جنایت هایی که رمضان رحیم زاده میکنه او را ملا بترسه، ترخکفای بگاش، یتیموف میکنه، رستم میکنه، رحمانوف میکنه، عزیزمو میکنه. رحمان یعنی که سفیر میکنه، کنسول میکنه، یک نفر مقامدار کلان میکنه. این مچک یا ملا باید، یا ملایی که وظیفش فقط دینیه نصیحت میکنه مردم. او در هر دولت ها چتگی اونو باید بگن. بله دملای عزیز شما درست گفته. شما درست قید کرده. امور هم میگم که همین موضوع هایی که باید داملاها جواب بگن، باید داملاها بران همون کارشون بود کنن چه خیلی که هسته. اما ای کار در دیگه وازی داملا شویر هم در سیاست مدار و مخالف پرتافتستن، دهقانی هم در سر همه پرتافتستن، دختر هم میگه شما شین هم ای کار همه هم میگن. دقیقا که همون نمونه هاش از بین هم مخالفا در صف پیش شماه همه را میگم. یعنی اگر اسلام میشنن خیلی دیگه گپ نبود. نه که آخی امروز مثلا حجاب در سیاست میگیرن، بازی میدرارن و استفاده میکنن. ما ایران میگم سیاست خچون بازی کستن. همه دینگینه آخی فیروز حید قطی زنش قطی همو در پولشه قطی رئیس پولشه بود. همو چی را همو را میگم آخی دمولا هم موضوع ده قچاق با قچاق آخی در اینجا میگن که سلام علیک ممکن است در قچاق به خاطر سیاست کار خوبی نیست. به غیرتی خیلی درمان میکنه. چند روز این در پولش نسترین چند کس نیست. در بین بچه ها داده گریفت که بیزه بشیده سهلا که در پچه بالای بعد خستگیه. سلامت باشه برادر، سلامت باشه. خوب اما اون چیزی که هست انشاءالله که کارمونه. ما وظیفه اساسی ما گفتن جنایت های رحمان فی و گفتن همه اون چیزی که مربوط به رحمان و جنایت و ظلم رحمان فی. خوب بله سلیمان صدای من هست؟ خب خیلی سلیمان انتظار باش در من زنگای دیگر را قبول کنم. خب بله سلام علیکم. بله اینترنت. بله صدا هست بفرمایید.
بله بهترین دو بار با فکر موند که نمیدونم چی بود مثلا همین چی بگیم تست کنم شاید اینترنت شما باشه ما باشه بله لجن ما صدات میکشه خیلی باید تیرچم پختک میزنم مثلا میشش میپوشش شوتو با شوری میره بخوی درست در اینجا دیگه نمیگید پیش کوخی میره و مثلا دیمش یکی میکشن و بو میگیره ترش میشه و در خلدین چی فوشندهش باشه چی خریدارش باشه او که گرفت فوشنده مجبوره بفروشش شما خریدار مجبوره بخرش در حکم آواز دیسازه بله صدا هست. یک دقیقه بسته اینترنت اصلی در قوشیم برای اینترنت یکی گم شد و همون خاطر شکل برنامه با یک دقیقه خودت تا گفتن بودی انشالله که اینترنت چقدر مترویه اینترنت دوباره اگر من گم زدم بگیرم نه یک دقیقه صبر که یک دقیقه صبر که انشالله داخل شده نه تمام خلاص صحبت که همین شکل است اینترنت میگه ها بله گپ زد خوبه انشالله بله بله مثال پرودوکتا که بو گرفت دیگه او مجبور مردم بخرن فروشنده مجبور فروشش در او کنسولگر دیگه در جا میفروشش یا که او خریدار یک جا میخرش بعد کسل میشوند بعد که خوبم کسل میشوند بعد چیکار میکنن درست اپتیکا اختر میروند اپتیکا و دورو هم است اما پلا آخر من ایجاده جو مرد اینترنتی من مرد صبر که خلقی همینود که اینترنت вообще گمشتگی با فرما با چیزی خودم میدارم با کامپیوتر میدارم توکلش به خدا خوب امیدوارم که انشالله با این شکل داخل میشیم یک بله اینجا باید آواز هست صدا هست نویسید صدا هست صدا را نویسید برادرانی که در چیشتگی هستید صدا هست پیدا شد بله او صحبت که خلاص صحبت که صدا هست خیلی بافکی من شکیروی رژیم ایوخی اگون کار میکنن و هم پول فقط همی صف منو کفت یفت بودیم خود نه انشالله که یکان گپ نیست مشکلات اینترنتی خودمون است مشکلات اینترنتی خودمون باشه اگر نه سری وقت دیدن در انشالله که خوب بله اما نگاه چیکار میکنن وقتی که پروداکت وایرون شود چی میکنن مردم میخرن مطرح میشوند بعد اونجا میروند پیکا درست بله درست اپتیکوت دورو ایکی انویلا ایو سماپال وقتی که همین دختر میرای می نویسد نظرچین می نویسد میرای اپتیکا میگه اکا دوروی فیرمت میتونی و پول فیرمی
و دیگهش. بله خب ماه گذشته امریکا ای گرانتو $80 میلیون، خوب با دقت باشید، $80 میلیون به تاجیکستان گرانت کمک کرد برای بانیساها و تیبی و هم چیزا در خلاص تیبی کوبرین یا کل به پول میکنه اویلای رحمان رفت نمیکنه تا یگون کسا نمیکنه دورو یا سردار نمیته تا حتی هم یا بخیل نمیته او پولای چی میگنش انمو گرانت ها ای در مدروی میره با همو شویتساریا. بله انمی ایس برخشی چیزیش نمیای چی میگنش هدف شونی نمیای که یکی هدف های مهم شون نمیای که در همی توستون دوروی همی سمپل اویله با سودا بروا نمیای برای اگر $80 میلیون در یکی گرند هایی که اومد بانیسا می سوختن بمبای تیبی می سوختن اگر $1 میلیون ده 80 تا بانیسا میشه نداریم سو هم رنگ دوره همون شوروی موندگی همون موندگی هیچ نیست روشون سی و پدن علتو کوبرین میابین یکم چی نمیابین یکی مخالفه را ای اروپا کشیده بودن میتونن پول برقرار کردن میتونن همه مردم ترانسفرماتور را خودش میخره مخمو خرده بودیم یکی برای هم مخالف تا 20,000 50,000 مصرف میکنه تو اینکه بگیره تاجیکستان بره شوخی هم من بردی چیگا بشه بعد هم خیلی زندانم که رنگ هم دیگر یا کشتیم بچی تا هم مردم راضی کنم مردم خودش طرفدار شوند. بله میگم که پول نمیوان از خود میکنن ای قدر میکوان میبرن بعد همونجا در همون پول رو در همون برق بزنین چیکار میکنه یا که در همون مکتب بزنین همه اخران دهایی که زندگی میکردم استاد من نمیدونم ولی کوچیک گپه نه هم مکتب چیز هم ترانسفرماتور قطعی طالبو خمون روز کردیم کوپرک خمون روز کردیم بله نه مکتب مجبور کرده سابدن که نمیره شما میسازین همون قایکی میره میکوبین هم گرمان نمیارین هم دام گرمان یک ما حیوانم چخیل با قب خورده رفته با همون چیزی چی میگن رحمانوف نمیره یک کلیجه با جوش همه چی کلیوی راستی همون گشتیم همون را بگو همون تو مردم بیو بگیریم ما را برین کو سوری نره خدا سوری نره انشالله که خداوند خیر حافظ و هو ارحم الراحمین الله همه تا حفظ کنه سلامت باشه نر بارک الله خداوند حفظت کنه هیچ وقت ما این مسئله را هیچ وقت نمیکنیم بله 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 خدا بعد دوستان یه مسئله دیگر هم همینجا تو ویکنم بریم بگذاریم وقت نیست میدونیم بله انا چی میگم منطقه را ترکستان کردن این اوریوی ما چی میشوه هیچ کدر نمیزنه پر اسمان استو در چی در دولت های تلویزیونی تاجیکستان سفینه تیو و دیگه او گفتی گپات اگر ترکستان شوه رحمانستانش کنی الله لعنتش کنه رحمان در فکر یگان استان نیست رحمان در فکر همو یک پروپاگاندیست میگه بند چی میگه همو باندریتسیای اوکراین میگه باندریستان میگه لیکن رحمانستانش کنی ایمومالیستان اینجا استاد بچه اینجا گفت دایی که ایمو میگه ما اوریایی امختونا با قپنه نمی چو همتاری میگه ها روز و همین چی میشه وین همین منطقه ما وجین هم کنسولا گیریم ما گویا که چی نمداره با نام تاجیکستان هم کنسولا گیریم ما ترکستان شی چی با گب نمیزنین برای مخالفای نگب میزنین چرا در همین حالت همین حکمت نمیبره گب نمیزنن در همین منطقه دوملو با ما نفهمیدم که همه پیشو رستوران های ترکی و کافه و جاهای کار روی شیده سبوده در هواپیما ها ترکی بیسو بوده این ایو مثال یک برگب نمیزنه شوکای ترکی و کینوهای ترکی همه چیزو ده هست ده چی میگمش خانه های تاجیکستان ده کینوهای ترکی هست این یک برگب نمیزنه یک کس اگر حاجی میرزا گوش کنه در ماشینش آنها این فرهنگ تاجیکی نیست میگه
در خونه هر یک توجیک کینوی ترکی را یک گرگب نمیزنی. بله تو این سلامت درجه باشید. دنبال نگاه کنی وضعیتی قدم یعنی که همین لحاظ همین مسئله مشکلات برق ما بیشتر اهمیت بدیم. برادرانی که از هر منطقه هستید نویسید که در کجا هستید، کدام ناحیه برق نیست، همین بنویسید تو اینکه در اکران بچه‌ها بموننش. سلامت باش شیرنر، بارک الله، الله حفظت کنه. چند نفر دیگه است ان شاء الله که بود تماسیم. بارک الله. خوب برادر سلیمان هست، حاضر همین ادریس جواب میگم بعد سلیمان. بله ادریس یگان گپ گفتنی. نه اکا سوز سلامتی خوبان یگان گپی جدی ندارم اکا. خیلی اشی چخچخ نکیم گفتم اکا چی اول دارد کار برست خیلی سلامتی. اول ده همون مسئله که بچه‌ها را تهدید میکنی که خدا را حقارت که اگر حقارت نکنی من تهدیدت میکنم، ده همین مسئله جواب بگو. اگر نه بگوی صدات هستن، اگر بگوی من نگفتم صدات هستن، تراپیسکو در من هستن. یعنی او بچه‌ها میدونید اولی گپ اگر مرا نفهمی پول میگیری ای مردم، بعد میگوی که اگر تو خدا را حقارت کردی، خدا را نعوذ بالله گی گفتی، شما را کی گفتگی؟ نه فهمو شما را کی گفتگی؟ اکا ما اولی کورس میگم شما را اولی کور میگم اول نه همین مردم برای چی پول میگیری؟ نه شما برای چی ای اول باید ما شما را فهمونم که چی گپ شده گه نفهمونم. تو برای چی شانتاژ میکنی مردم ها پول میگیری و بعد اینکه اگر با پول نداد بعد میگی که اگر تو بخوای که مطرح نکنی تو خدا را حقارت کن. ثواب مرا زنگ زد و مرا گفت که ما هم اتئیستم، توجیکم گفت ایامو طرفوی خوجاند امو یک رایون نومش گرفت یک رایون نومش گرفت کروچی مسلمون های ما دست روی ما فهمیدم که این پاسپورت فارسی داره. ایسوی چی فهمیدم؟ ایسوی کویتانسیا. وقتی که ما او را گفتم که کویتانسیا بجای درکوری روی میکنم شخصیت انیق میکنم ما مسلمون نیست. ما این کارت را گفت یک پاسپورت نگرفتگیم گفت. و ما گفتم اگر گفتم پاسپورت فارسی کتی نگردی کارت را پاسپورت نگرفته باشی، مسلمان نباشی، تروریست نباشی، گفتم تو دیگه پرابلم نمیشه. با ما را گفت که بیا دعوار میکنیم. گفت من مسلمان نیستم، دعوت میکنم. با ما گفتم که چه دعوت میکنی مسلمان تروریسته؟ هم خیلی همگه میشه. یعنی تروریست اون نیست که در سوریه جنگ اون کازیو قطعیت گاو زدن زپادلاه کنچینی. خب بله سلیمان سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. آواز ما خوبه اول؟ برای بعد از تقریبا آواز شما پس شد. شما چیکار کردین که آوازتون بزرگ شد؟ آخر دفعه فقط. نه آواز صدای من خوبه. آواز خوب شد الحمدلله. خب سلام علیکم و رحمت الله. نو با استودیو الحمدلله باز کردیم. ان شاء الله که الله خواسته باشه روزهای نزدیک چند قیمت میتونیم تیسر برنامه را باید شروع کنیم و پیش از همه ما هم همدردگی خودمانه به استاد شونی عبدالقادر میرسونیم. واقعا خیلی یک چیزی سخت است، یک مصیبت خیلی از من آمدگی است. الحمدلله علی کل حال، ان الله و انا الیه راجعون. اما امروز هم در پیش بدیم استاد صحبت کردیم، خیلی همدردگی ما رسوندیم. اما الحمدلله که استاد رویش در همون خیلی بود، همون خیلی است. واقعا انسانی که عقیده را از خود کرده باشه و علم شرعی داشته باشه، فکر کنم در هر یک امتحانی که الله سبحانه و تعالی او را دچار میکنه، در هر یک امتحان ان شاء الله امید دارم که آزادانه میتونه از اون امتحان سربلندانه بگذره. و با همین خاطر از برادران دعوت میکنم که کم کم وقت هم داشته باشید، یعنی مسائل شرعی عقیده را از خود کنید بهتر است برای زندگی خودتون. خب بعدا بگذاریم در مسئله موضوع. خیلی موضوع مهم است. از روز فکر کنم سال 1997 من به دنیا آمدگی هستم، اما از 2000 چند بود 8 بود یا 9 بود شروع شد سویت کشی در تاجیکستان. تا جا یاد دارم، یعنی همونقدر کلام شدم بعدا فهمیدم امروز 2026 است، تقریبا 20 سال میگذرد. اما همون وضعیت یک وقت دعوا میکردن که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در تاجیکستان پرابلم همه طرفش و همه خوب میشه و این 10-11 سال شد نیست در تاجیکستان.
باور کن احمقترین آدم باید آسان باید بفهمد که مشکلی نه در مخالفین است نه در یگان شخصیت است، در هیچ که نیست. مشکلی اساسی در یک عائله است و 5-6 اوباشه که در گردش جمع شدگی هستند. یعنی همه باید بداند انسانی که خیلی نادان باشد باید بفهمد که 20 چند سال شد امروز میگن که آب کم است. خب آب نداشته باشیم برای صدها راه دیگر است. امروز در دولت‌های پیشرفته ببین در هر یک خانه زمینی در بالای کریششون بگیم چیزای آماده کرده هستند که سویتاشون 24 ساعت نه با دولت کار دارن نه با یگون چیز دیگر خودشون، یعنی اونا اولش که علم از خود کردگی هستن به همین خاطر پیشرفتگی هستن. اما ما در یک شرایطی هستیم که متاسفانه راهبران بی سواد، وزارت ها بی سواد، امنیت بی سواد، پرزیدنت بی سواد، همین راهبر که بی سواد شد تمام پایان‌ترش هم همه بی سواد میشوند و کوشش میکنه هر یک با سواد را به مثل که بخشش نام حاجی میرزای کسی که وابسته به دین است او را از خود میکند، نمیگذارد که کسی با سواد باشه و آزادانه فکر خودش در مردم برساند. فکری ما همین است که تا وقتی حکومت است یگان وقت سویت 24 ساعته را شما نمیبینید از خاطرتان ببرید. خیلی که رحمانوف به شما گفته بود که تقریبا 1 سال بعد سویت برای شما افسانه می شود. قسم به نام الله اگر که 1 سال بعد افسانه شود 1 ماه 2 ماه شاید 3 ماه ادامه میکند یا بگذار 6 ماه بعد از اون کوشش میکند کدام یک همون بیتونی گس روغن خودش میکفاند یا خودش شکاف میکند یا خودش سمنت اکانوم کرده اولو چه میگه سمنت اکانوم که همون کانت چپا بشود که با همون افسانه‌اش نقل میکند که نمونه همه را درست کردیم باز گس وایران شد الکتریک سوخت بیتون ها خراب شدند 20 سال گذشت یعنی بگه باید بیتونی با اثر بریزیم با اثر از مردم پول جمع میکنن. به همین خاطر امید از این حکومت نکنید چند قیمت کنید سرتون رو بلند کنید پرچم در دستتون بگیرید میدان ایدالی را ان شاء الله که هر کس از دستش هر چیزی که میاد بکند. هر کس از خودت بشین فکر که برنامه تا بنویس برادر میتونیم در یک جایگی هم باشیم با هر چیزی که باشد بهترینش همینه که هر کس از دستش هر چیزی که میاد بکند. میدونم برادرایی را که نمیخوان ویدیو کنن بعد ویدیو سر کار ندارن اما کارهایی را میکنن که باز ما شاید او کارها را نکنیم. یک برادرش فقط کار میکنم دستگیریتون میکنم، یک کس میگه من برنامه میکنم مردم را آگاه میکنم. مقصد من هم همین باز این سلیمان اگر به شرطی که همین در مبارزه میبینیمش ای پشت هست لوگوی گپی که میگیم همین طرح اینا کارا کردن در کار اینا چیزا وقتی که همین سلیمان یگان ارتباط با من هم نداشته باشه منظور که مبارزه است من باید که بخیزم دست گیریش کنم. عبدالله را پگاه خدای نخواسته این چیز در سر من هم میاد در سر عبدالله در سر برای چی وقتی که عبدالله همجا برآمد دوره گپ میزنه میبینیمش کار میکنه ای قفاز هم میزنه در فکر مبارزه یگان تین یردام نمیکنه پلید ما در کار نیست. من باید بدونم که برادر باید من در قفای همین برادر باشم. نیک یا تا دیگهش اودیخ دوره گشته است قبولی را گرفته است کارش تحقیر نهضت کارش تحقیر مخالفا کارش حقارت کردن مبارزه وقتی او را قپیدن گرفتن بردن ما بخیزم بگم خیاکو بسیار آدم خوب بوده چه قبده بردش این منافقیه همین کدومه که 5% در فکر مبارزه باشه و ببینیمش اگر من در فکر همون نباشم پس الله من لعنت کنه. پس هر کسی که در فکر هم برادر مبارز یک کار نمیکنه پس از الله یستحق من الله یعنی که اون چیزی که با او مستحق است الله برسانه. یکی اقلا کم ترک خودتون نشان بتیه در افکیر اگر تو مرد نیستی رنگ سلیمان رنگ عبدالله برآمد نمیکنی لازم نیست برآمدی تو در افکیر تو از پشت کار انجام بتی تو یک کار بکی که همو با مبارزه یک منفعت داشته باشه. برادرای میبینم از 5 برادرای میبینم از تمسنگیر برادرای میبینم در فکر مبارزه اقلا در 3 روز 5 روز یک گپ میگه یک کار میکنه همو آدم در غم همین ملت یک تو در غم ملت نیستی اسدلا را قبیدن بردن برای من چی قبیدن بردنش خب درسته او آدم تو سال 2023 یگون گپ میزد بعد در فکر زندگی خودش زد من در چی آدمی استودنتی که تورستون میاد گرمانیا می قپن میبرنش بعد چی یا استودنت بود در تورستون چیکار کرد گفتم بودم برنش برای چی برای اینکه او برای من یگان اهمیت در مسئله اینکه او مخالف نیست
این منظوری گپی من. یعنی آدمی که مخالفه یا آدمی که بازید رحمانوف هست، یعنی او را باید که همه باید در فکرش باشن تا اینکه چیزی میتونن کمکش انجام بدن. یعنی اسدالله را چی من بگم موضوع مثلا تی یگان گپ میتونی گفته برادر عبدالله اسدالله سواب داد میکروفون بگیرم خدا یگان گپ گفته میتونی. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بله خیلی که تو گفتی تا سال تقریبا 2023 یا که آغازهای سال 2024 در بعض برنامه ها برادر اسدالله اشتراک میکرد. بعدین از صفای زندگیش بود کلان که گویم که نفر میتواند که امروز برآمد کند بعدین فکرش تغییر دهد از صفای زندگیش شود. این طبیعت انسانی است، لیکن حکومت میبرد زندان میکند، میبیند که این نفر از همون عملهای که پیش در همین عقیده بود که باید مبارزه برد الان تغییر داد. باید که گویم که همین سبوکی به همین نفرها باید حکومت کند. برای چی؟ برای که شهروند جمهوری تاجیکستان است. وقتی که از من یا از تو یا از سلیما از هر یک نفری که وقتی میپرسن که همین نفر تا همین روز در مبارزه بود، من گفتم میتونم چیزی که تو میگویی تا آغازهای تقریبا سال 2024 برادر در مبارزه بود، لیکن کدام روز کدام ماه تا روز 24 بود یا تا آخر 23 بود این چیز من تحقیق کردگی نیستم، در قفای برادران نیستم چی کار میکند. از برای همین در حقیقت برادر کرده بود لیکن سالهای آخر در مبارزه نبود. باید این حکومتی که امروز در تاجیکستان حکمرانی میکند باید این مسئله را گویم که همین عملهای اسدالله را برای فایده اسدالله دیده براید، نه اینکه گویم که سالهای قبل 5 بار است 10 بار است یا که 50 بار هم برآمد کرده باشد از عقیده‌اش گشته باشد. باید که به سبکی جزای اسدالله این چیز چی شود دیده برآمده شود. همین قدر گفته میتونم در مسئله اسدالله. بله برادر اسلام نظر خود چیه در این مسئله؟ من شخصا را میدونم که وقتی ایزد امون زندانی کرده بودم مبارز پیشیده بود در افیرو بسیار با چهره آشکار بود. وقتی که کم تا با فکرم زور زد دید که نشد هیچ چیز 360 درجه تا خود حاضی مبارز زیدی ما است. مبارز پیش زیدی ما در بین تقریبا 2 ماه یا که 1.5 ماه مبارزه بردگی است. همه آدم بگم چهره آشکار کرد مبارزه بود طلب کرد واقعا طلب کرد ایزد امانی بیگناه آزاد شود. بعد از 1.5 ماه تقریبا 2 ماه یا 3 ماه همین قدر شد تغییر شد. عموما دیگر حوزی در یگان جا نیست. متاسفانه بعضی چیزا را من دیدگی هستم شاهد زنده هم هستم. حتی برادر یعنی همه آدم میدونم که رفتگی با کسایی هستن که زیدی ما است. بله همین هستی که از دنیا همین بوده است. یعنی یک وقت کار میکنه یک وقت دیگه با تغییر میخوره. این تغییرات فکر و عقیده وجود داره. به همون خاطر یعنی که هر برادرایی که در اروپا هستید باید بفهمن قضیهشون چه خیلی است. وقتی که هستی یا اقل باش تا که بفهمیم هستی یا اینکه وقتی نیست یگان گپت میشود دیگه مشکل کرده میتونیم هیچی دستمون نمیاد دیگه. یعنی ما اون چیزی که حمایت کردن از افرادی که یعنی اونها مبارز هستن وظیفه جهانی هر یک افرادی که اونها رهبریت مخالفین هستن باید در فکرشون باشن. اینطور نه که تو برای بگردی در فکر کار باره خود یک که دیدی که یکون گپ شد ای چه آدم خوب بود قبلا بردنش اینطوری اینو مردی ای. ولی برادر اسلام نظر اخیر به خاطر ما دعوت میکنم از برادرو که هر کاری میکنن به خاطر الله کنن نه به خاطر یک شخص نه به خاطر وظیفه نه به خاطر پول و هر چیزی که عزت اگر خواستنی باشن و ان شاء الله اگر خواست به خاطر الله کنی الله ان شاء الله عزت میتید چنون عزت میتید که فرزندات خیش تبارت دوست رفیقات یگان خیلی عزت دادن نمیتونن. به همین خاطر همه کاراتون به خاطر الله کنید. تام دوستیتونم دشمنیتونم نمیدونم همکاریتونم بیزنستونم بحثتونم تمام چیزتون اگر به خاطر الله کنید ان شاء الله که شما از جمله کامیاب یافتگان میشید. و همین صحبتم امروز در همین یک برادر دعوتگر است در چیزی ایشون عبدالقادر هم صحبت کرده بود. واقعا چیزی که صحبت کرد که ما از اون صحبت‌های بسیار چیزا را گرفتیم. به همین خاطر من با دیگر برادران میرسونم و در مسئله برق فکر میکنم که امید نکنم بهتر از اون مردم بیچاره‌ای که حالا امید دارن. بعداً یه سوال استاد که واقعا در پیش از این مسئله را بعضی‌ها میگن که مردم تاجیکستان خودشون عیب‌دار هستند. منظور آدمای درون سببش این است که میگن که اونا خودشون صدا بلند نمیکنن حتی یک نامه نمینویسن به حکومت که
از شما خواهش یا طلب میکنیم که برقی ما را 24 ساعته کنید و شما با این چیزا چی گفتنی هستید برادر عبدالله شما؟ نظر من همیه که اعتراض از داخل به شکل نامه نوشتن و به شکل این اگر همین تندنسی را به شکل انجام بدین چه خیلی که در اینترنت عبدالله شاهد مثلا اینترنت پرابلم کردن همون دختری که همین تشبس به دست گرفت پرابلمش کردن میگه دیگه آدمایی که در امضا بودن دیگه اونها رو هیچ نفتن یعنی تشکیل کننده همون کار را میبینن همین کارا کی گفت همون آدمی که مینویسه همون را ممکن همون اگه مشکل بشه ولی در عموم دیگه اگه مشکلی دیگر وجود نداره اما مردم میترسن دیگه شکایت یک گرگه خوردنی ته میره میگه یک گرگ من نخور او گرگش نه باید طرف خره طرف فایده نداره که در شکایت کنی رحمان و فت تنها راهی که میتونیم باید که این مردم بخیر فعلا از بین ببرن این رژیمی نیست که گپا بفهمه شکایت گوش کنه اگر شکایت مردم فایده می داشت یعنی که مامو نوما نمی نویستن با نوما می با در فیسبوک دروغ را می نویسن که گویا من از پیش خودم نوما می نویسم در حالتی که نومی نفر جنایتکار کار انجام میتید همش مردم نوشته روی کرده هستن همون جنایتکارا را گویا همین من خودم نوشته هستم از پیش خودم در حالتی که اگر ما او قدر یعنی که چی باشه که ما از پیش خودمون بنویسیم میگم چیز خیلی زور بود است این پس همین شکایت مردم میبینه که در پروکراتورا فایدهش نداره در امنیت فایدهش نداره در وزارت داخله فایدهش نداره سوال دیگه همین باید باشه که چرا فایدهش نداره برای اینکه مثلا من در می نویسن که همین عبدالله نو رئیس برقی مثلا منطقه کنیبودم برق دزدیده است مثلا من که عبدالله رفیق میگم عبدالله اگه من پرزیدنت نیستم من یعنی که در ملسام میگم عبدالله همین فلان آدم میشناسی تو همون کنیبودم و همون بازی دیتن نوما نوشتگیه بعد میگه که ها نوما نوشته سو 50000 بیا من این دیلی را میگیرم بوم میکنم خودش پرابلم میکنیم عبدالله میگه قبل نیست ما 50000 بگی 50000 من میتیا ما میگیرم همون سلیمانی که نوما نوشته است کو بازی دی عبدالله همون را میگیریم دیلا بازی دی میلیون گناه تا میویم می نویسیم پرابلم میکنیم عبدالله بود زی شده اون دو رفتن میگیرن انا این خیلی حالته در تاجیکستان ملسا یعنی وظیفه‌شون از مردم پول گرفتن حمایت رحمان فای و همون خاطر شکایت در تاجیکستان فایده نداره این ملت باید بخیزه نظام عوض کنه اگر نظام عوض شد پس یگان گپ میشود در غیر عوض کردن این نظام شکایت به پروکراتورای گنرالی با ملیسای رمضان رحیمزاده لعنت کرده الله خدا بزنش و اس یتیم فی مخوف یا فایده نداره چون که اینا ها یک گپ گفتی تو بازی سیاستی پیشرفته جناب عالی گپشون همی است من برادرایی که زنک است 70 ساله ایکونی بودم یعنی 68 ساله هست می‌نویسه که من شکایت بچه‌م رفتم کردم من گفتم که کافی تو بازی سیاست پیشرفته پیشوای ملتی میگم بچه من کار ندارم پیشوای ملت با وظیفه کار من همی است که نمی همسایه من نمتری داره میگم همسایه تو کارمند امنیت تو بازی سیاست پیشرفته پیشوای ملت شکایت کسی یعنی شکایت شهروند بازی یا ظالمی که ظلمش داره همسایه شای گویا که او امنیتی باید ظلم کنه ایره اگر تو شکایت کردی گویا سیاست پیشرفته پیشوای ملت که ظلمت تزید یا مقابل زده است انا می خلای سیاست رحمان تو اگر این سیاستش ازش نکنه تو اگر شکایت مردم شنیده نشوه یگان نمود خیلی فایده نداره بازی یعنی او درسته که عیب مردمی خودمونن ما خود دادیم که سلیمان کشتن من خب گفتم خاص سلیمان کشتن عبدالله را بردن زندان کرد خب مال عبدالله را بردن انا همین طاقتی نوبت منم رسید اگر وقت عبدالله را بردن روز کردن من میخواستم حمایت میکردم 20 نفر دیگر قطعی میخزوندم میبردم این روز به سر من نمی اومد ولی من که خب کردم شیشتم مایا خط از کرایو گفتم او روز به سر منم میآید انا این پرابلم دیگر است که مردم همه نخواستن مردم گفتن که برو در خونه باشی کار ترا پیشوای ملت دیده است متر امنیستی دادم میدوریم انا می تقاطی مردم پرابلم کردن پدر شرس کردن برادر شرس کردن همه پرابلمش کردن در امنیستی میدوریمش میبره تو برو بشی در خونه انا می تقاطی مردم فریب کردن انا می بدبختی ما همون برادر همین است مقصدش که هر وقت اگر مردم بخوان خودشون پس بخیزن ما در برشون باشیم اچوش ما خود منظور بزنیم که مردم در بر ما نباشن که همین راست میگن در حالی ما راست میگیم که مقصد دیگه پش همین بود به همین خاطر به شما سوال دادم اما ان شاء الله که اگر ما اخیرا گپ میگم که اگر رفت 99% تکیه به همین رژیم کردن ما یک ظلم رژیم ببینم یا که بدونم من میخوام صحبت میکنم مردم الله حفظتون کنه سلامت باشی بارک الله السلام علیکم ورحمت الله
خوب بله برادر عبدالله خب بفرمایید. من میخواستم مسئله اسدالله را گپ زدیم. در همین مسئله با کمی میخواستم که اضافه کنم. در همین رسانه ها بعضی برادرای نو برآمدن با مسکه رحمانов دیکتاتور استعفا و غیره، همون نفرهایی که به نظرم نو به اروپا اومدن به همون برادران مراجعت کردنی هستم که برادران عزیز، اگر شما میخواهید که همین اقامت اروپا را گیرید، همون روید ویزای کاری گیرید و بیایید در همون کمپانی های اروپایی. اگر 4 سال در یک کمپانی با شرطنامه اگر کار کنید، برای شما همون ویدنجی تستای اروپایی همین دولت ها رو برای شما میدهد. به همین رحمانov دیکتاتور گفتم. بله 100%. برادر این نیست که گویا که برایید 2 بار 3 بار رحمانov دیکتاتور گوید برای شما همین اروپایی ها دکومنت یا که همون ویدنجی تست یا که پستیانی همون ویدنجی تست اقامت اروپایی میتین. البته خیلی مشقت است. بسیار برادرایی که مانند اسدالله چندینشون اروپا به تاجیکستان سپرید، امروز در زندان ها هستند. از برای همین اون چیزهایی که از تجربه کردیم و تجربه دیدیم برای شما اینم درس شود، برای ما هم درس است. ما اون چیزی که دیدیم از تجربه گذراندیم برای زندان نشدن شما، برای اذیت نشدن شما. این راه است، راهی آسان است. هر تاجیکستانی میتواند رود ویزای کاری گیرد، بیاید 4 سال قانونی کار کند، انداز سپارد، بعد از 4 سال میتواند چیکار کند؟ طلب اقامه اروپایی کند. لیکن مسکه قطعی شما برایید، به مسکه برایید، نمیدونم لینگه پوشیده دست سرتان برایید. امروز البته تکنولوژی پیش رفته گشت، اوزشون تغییر میتین میدروین گپ بزنن رحمان و فتری بعد میدروی باید یا مخالفه گپ بزنن. این طریقتی کاری نومردی. بله تو برو گپ زد بگوی سلام علیکم من فلانیم اینمی کاری مثلا ایشون عبدالستار برآمدن گپ زده است همین طریق آواز بود برآمد با فیروز حیدر با پگدگش میبرویا با یک از دیگه شد. این طریق نومردی در کار نیست. مردک میبرویا به همین آواز خودش میگه سلام علیکم یا که بغیر برنامه برو من از زنگ بزن گپ زد من ترا ایتا پریویتسواد میکنم. نه که اینجا برآمدن رحمان و فتریه اکو بسیار اگری همین آدم میگم جا گپ زد من که خواهر خودشم امنیتی و مچک کایسند دام 5 نه که اگر 5 بوشه باشرته یا که در منطقه دیگه اگه دا او گویا کارش نکاسته اگه گویا که نباید علما کو ندیدم من مسئله رو میبینم بفهمم چی گپای. نه که گفتی گپون منافقی در کار نیست. مردک هم تمی برام میگه همین اسدالله را برده او مخالف نبود انا تا برو گپ زد. من لیش نمی پرزیدنت کامل حمایت میکنم گفتم نه حمایت نمیکنم برای که 3 ساله اگون خیلی دم بریزن نبود یه بار ننوشته یه بار گپ نزد است. چی در کار شیطانی کردن؟ شیطانی نکنی. ما هم با شیطانی کردیم که ما همینجور رسیدیم. اینمی بفهمم موز عبدالله یکم پرابلمش است. والله همون دقیقه پرمیرم لوبای کار در کار باشم میکنم. لوبای کار در کار باشم میکنم. برای چی؟ برای میدونمش میفهمم برادر من. نه که مخول شیطانی نکنه. گفته عبدالله دروغ نگه. همین تو مقصدت همین اقامه همین دولت اروپایی را گرفتن بیا در شرکت کار که یک کمازیستای ترکای یا گفته گپو جرسقیلای برو 4 سال کار که 10,000 اویلت داره. میدونی همون ماشینای کرایکو بله بسیار 10,000 اویلت داری بیا بخون 6 ماه بشین کار که 5-6 هزار اول میتیاد تا 10,000 میتیاد. اما اوش اگر ترا کار 1 سال 1.5 سال گذشت همون سیستم ترا میتیاد اقامه کودک تا میاری زن تا میاری نه مخالف باش نه هیچی زندگی تا آزاد کردن بگی شیطانی نکن. بله از برای همین امروز ما میگم که برای مقامات هر نفر با همون آواز از پیدا کردن آسان است. 1 سال است 2 سال است یا 5 سال در زندان ما نمیخواهیم که شما کلا زندانی شوید همه مردم جمهوری تاجیکستان. از برای همین اروپا میخواهید امریکا میخواهید همون طلبات های دولت هست همون را اجرا کنید همون حجتش میگیرید. لیکن در حقیقت شما گویم که میخواهید در تاجیکستان عدالت باشد قانون گویم که خیلی که مطابق همون گویم که کودکس های جمهوری تاجیکستان یا طلبات های گویم که قانونگذار خیلی که هست همون اجرا شود. برای آشکارا گپ زنید نه روتون مسکه کنید نه دیگر کنید. لیکن شما اگر که در حقیقت در همین راه نیستید چی لازم است خودتون رو هم در مشکلی دچار کردن اهل و عائلتون همسایه هاتون و دیگر خویش و تبارتون
چی لازم است؟ از برای همین من باز چند نوارها را دیدم، نوارهای نو از برای همین در مسئله وقتی که اسدالله صحبت کردیم همین را میخواستم اضافه کنم. البته باز یک چیزی که هست که شرافالدین گدایف اعضای من گفت، ممکن من میگم که ممکن در شرافالدین گدایف یگان در یگان گویم که کارها مشغول بود، ما از برای همین در شرافالدین افرها نمیدیدیم. همورا من با شرافالدین گدایف شناس کردم، تلفنش را من دادم، لیکن میگه خیلی در حرکتش باشه. با از برای همین من نمیتونم که تا اون شیطانی را الان دروغ شیطانی که به همینجا رسیدیم، همین آدمی که آدم ما نیست، آدم مبارز نیست، مخالف نیست، همین من لوبو خیلی بقپن تا چند میلیون گفتن اصلاح ندادم یا از بین نبردمش، به پل رفت با کار ما انجام میدیم. بله با کار ما انجام میدیم. عبدالله را لوبوی گپش بگوی مخالفه، هر پرابلم که شما میگم من مخالفم، تکش تو فایده نداره شاید درو. بله بله، و من فقط از برای همین میگم که بله مثال اعضاهای حرکت های شما را من نمیدونم کی است چی است در این مسئله، حتی من با شما صحبت هم نمیکنم، نه با شرافالدین، نه مثال با دلشاد، نه با تو و نه دیگر نفرها، برای که مسئله داخلی شما است. از برای همین وقتی که همون گویم که نامه شرافالدین در مسئله گویم که اعتراض شرافالدین یا نامه هاست در مسئله چی برآمد، من فکر میکنم که ممکن اعضاش بود و در دیگر بخش های همون حرکت فعالیت میکرد، لیکن در رسانه ها تا تقریبا آخرای سال 2023 و آغاز سال 24 در همون رسانه ها بود همون برادر. البته الله گویم که آسمان کند و آزاد شود. و بیا در مسئله گویم که آبانبارها گویم که لبریز از آب است اما برق نیست، خوبکه. البته که چندین سالها هست که در تاجیکستان همین یک گویم که شعار است، خیر روغون بود کنیم، همون وقت تاجیکستان چی می شود؟ با برق تامین می شود، برق 24 ساعته می شود. لیکن من نگاه کردم که همون گویم که کدام سال این روغون خاتمه میافته است. قسماً سال گویم که 2029 قسماً روغون گویم که به انجام میرساند همون کارهای روغون، لیکن به پررگی روغون به فعالیت میدراید گویم که همچون گیسی گویم که ساخته شده دیگر یگان احتیاج به سرمایه و دیگر چیزها ندارد. سال تقریبا 2035 2036 بعد 10 سال دیگر، از برای همین من میگم که ممکن تا 10 سال دیگر در تاجیکستان برق نمیشود. لیکن امروز تاجیکستان همون گیس‌های تاجیکستان قابلیت و قدرتی مردم تاجیکستان را با برق تامین کردن را دارد یا ندارد گفتند. در این مسئله البته که در همه رسانه ها این چیز موجود است، پیدا کرده میتواند. شهروندان جمهوری تاجیکستان امروز تقریبا 291 گیس‌های خرد و کلان در تاجیکستان هست، 11 تا اونها از همه کلانترین است، مانند سنگتوده و روغون و نورک و غیره غیره. این گیس ها امروز در گویم که سال 2026 حال حساباتش نبرآمد چند قدر میلیون مگا کیلووات مثال گفت مگاوات ساعت کار کرد، لیکن سال 2025 24 میلیارد کیلووات ساعت کار کردگی است. لیکن طلبات مردم اگر نگاه کنیم 15 میلیارد کیلووات ساعت است. همون استحصالی که گویم که در همین گیس‌های تاجیکستان برق استحصال می شود به مردم می رسد با 8 میلیارد کیلووات ساعت زیادتی می کند که چکار کند تاجیکستان می تواند که به دیگر کشورها فروشد. با این چیز ما مردم تاجیکستان مشکلات یا مانعگی پیش حکومت جمهوری تاجیکستان نمی کنیم. برای که بله برق از یک گویم که مانند طلا است، مانند پخته است، مانند دیگر چیزهایی که هست که گویم که به منفعت مردم یکم درجه استفاده کرده شود و زیادیش را میتواند که باز فروشد. اون پولهایی که از برق میبیاید به منفعت مردم و به منفعت دولت باید چیکار کند؟ دولت باید استفاده کند. لیکن نبودن برق امروز و چند مشکلات های جدی آورده رسانده است که امروز رشد صنعت و جای کار در تاجیکستان نیست. برای چی؟
برای اون که برای رشد صنعت برق لازم است یا که جلب سرمایه گویم که خارجی‌ها میبیان کارخانه میسازن باید چی برای اونها برق دائمی باشد که همون کارخانهشان کارش فقط 10 دقیقه همون گویم که برق نشود و همون کارخانه از کار نماند این بزیانی گویم که همون سرمایه گذار حسابی نمیشود یا طب و معارف معاصر امروز به برق احتیاج دارد اپراتسیا و غیر کارهای گویم که امروز اینفرماتیک و آیتی و غیر چیزهایی که است امروز دنیا پیش رفته ایستاده است برق لازم است به این چیز اقتصادی و رقمی و علاقه به این چیزا برق لازم است لیکن در تاجیکستان برق نیست و هرگاه بچی گویم که گناهکار همون راغون است گویا که راغون از 291 گیس ها یکش است میفهمی باز ما غیر از راغون 290 گیس داریم گویا که یک راغون است و از برای حساب راغون امروز به پوره به استفاده ندادن در تاجیکستان برق نیست دیگر گیس ها هست دیگر جایهایی که هست که امروز میبینیم که از همین بدخشان در روی 5 میبینی همین راه همش تاجیکستان میتواند که در همون نیمه راه ها چندین گیس ها سازد بی یگان مشکلی امروز ما میبینیم که باز یک چیزی که هست که شرطنامه بین افغانستان بین ازبکستان بین قرقیزستان اگر مقایسه کنی البته که به افغانستان 46 درهم میفروشد لیکن برای مردم تاجیکستان 41 درهم است 1 کیلووات لیکن به ازبکستان میبینی 21 درهم و از 3 و اگر که به قرقیزستان میبینی 7 درهم برای که به مردم تاجیکستان 41 برای ازبکستان برای قرقیزستان 20 درهم و گویم که 10 درهم باید که اینا چخیلی که ما گفتیم یا که برادر گفت یا تو گفتی باید مردم این چیزها را طلب کنند از آگاه نبودن این چیزها مردم حتی که مقایسه نمیکنند که برق کجا میرود حتی که گویم که تجارت بین کشورها بین دولت‌ها که هست برای چی این گونه ارزان به او دولت فروخته می شود و حالا که ما خودمان به نرخ گران این برق رو میخریم پیش که در داخل خانه ها شاشیکا بود امروز در کوچه یا که در همون سیمغاش میگویم طلبه میگویم مثالی که بالای اون نفس کرده ایستادن که گویا که مردم دزدیده ایستاده است و چند بارها گفتم که شرکت های بزرگ تاجیکستان که خصوصی است امروز یا که به عائله نزدیک همون صاحبای شرکت است میلیون ها سامانی را نمیسپارند برای برق از برای همین برق کی می شود البته من میگویم که تقریبا سالهای به پررگی بعد از سالهای 30 می شود یا که نفر گویم که حاکمیت جدید بیاید یا که نو بیاید کدام بعد از رحمانوف کدام نفری که رئیسی گویم که دولت شود همه که گویم که در گرد و اطرافش نفرهای گویم که با عقل کمتر خداترس ملت دوست وطن دوست باشند همون نفرها گویم که همون تاثیرشون به همون رئیس جمهور رسانه که همین مردم همین ملت هر 40 سال شده است که در عذاب است در مشقت است یا همین برق اول مردم را تامین کنیم گوید در همون وقت میتواند که حتی که پگاه میتواند که مردم تاجیکستان با 24 ساعت برق تامین باشد نه اینکه گویم که سال 2029 و 30 حتی که پگاه میتواند حتی که حاضر میتواند با یک فرمان 24 ساعت برق در تاجیکستان باشد لیکن نبودن برق بودن کروپسی کلان در تاجیکستان یگان کس نمیخواهد که در تاجیکستان چیکار کند با سودا مشغول باشد یا بیزنس های خودش رو داشته باشد مثالی که یا سرمایه بزرگ داخل تاجیکستان دارد این چیز اگر که مردم گپ نزند ما گپ نزنیم گویم که زندگی ما خوب است و چی لازم است لیکن اونجا وطن ما هست زنده ما هست مرده ما هست همونجا می رود
از برای همین این چیزها را باید چیکار کند، نه اینکه گویم که فقط من و تو این چیزها را طلب کنیم یا که دیگر برادران طلب کنند. باید که مردم همون مسئولیتی که دارن همون مسئولیت باید انجام دهند. امروز رحمانوف رئیس جمهور است، ما از رحمانوف طلب میکنیم فردا که دیگر نفر رئیس جمهور شد از اولاد رحمانوف طلب میکنیم که همچون شهروند باید از حق و حقوق خود از دفاع کند. این حق و حقوق برابر حقوقی در نزد قانون، در نزد گویم که بایگری های تاجیکستان و خود تاجیکستان صدا چسبید. مشکل در من است یا در برادر عبدالله است؟ مشکل در نویسید که مشکل در برادر عبدالله. بله، مشکل در برادر عبدالله. در برادر عبدالله انشاءالله که درست شد با داخل شود. ابو، بله ابو، میکروفون تا گیرون که قبضه. ابو، برادر عبدالله و فیرم که چسبیدی. بله ابو. بله سلام علیکم برادر. علیکم سلام. بیاد سخنهای شیرین، سخنهای چی گپ شید؟ با بیرون شدی خودت؟ ابو بیرون شد؟ تو برادر ابو از سر داخل شد. برای عبدالله اینترنت مشکل داره برادر عبدالله. نمیدونم مشکلاتی برادر عبدالله نتونسته سر داخل شده. بله بله یک اینترنت چسبید. برادر عبدالله گپ زد. صدات هست. گپ زد برادر عبدالله. بله همون زنگ اومد از برای همین از چی از استودیو بر اومد رفت وارد شدن کمتر. از برای همین این گویم که مسئولیت مردم است، مردم طلب کند همه تطبیق گویم که قانون‌هایی که امروز در تاجیکستان هست ناعدالتانه تطبیق شده ایستاده است، باید که مردم آوازش بلند کند. لیکن اون نفرهایی که نتوانند امروز برآمده از همین مشکلات جامعه، از مشکلات دولت، از مشکلاتی گویم که اقتصادی، اجتماعی، سیاسی که امروز مردم تاجیکستان روبرو شدن یا که دوچار شدن، از این مسئله اگر توانند گپ زدن باید که گپ زنند. اون نمیشود که اگر گویم که امروز مردم گپ نمیزند برای چی من گپ زنم؟ اگر ما گپ نزنیم دیگرها هم گپ نزنند، این مسئولیت کی انجام میده؟ مشکلات جامعه را به جامعه کی میرساند؟ خطاگی‌های دولت، ظلم دولت نسبت مردم، غارت دولت، مالکیت مردم است. коррупсияе ки имрӯз гӯем ки дар осиёи марказӣ аз якум ҷойҳо аст дар тоҷикистон. ин масъалаҳоро кӣ гап мезанад? аз барои ҳамин ману шумо бояд ки ин масъалаҳоро гап занем. як масъалае ки аст ки имрӯз об бовар ку чандин дарёҳову кӯлҳо дар тоҷикистон ҳаст, ҳоле ки намегӯем ки барқ. имрӯз дар гӯем ки саноати кишоварзӣ деҳқонҳо об надоранд. қишлоқҳо дар тоҷикистон ҳаст ки деҳотҳо ҳаст ки унҷо оби нӯшокӣ нест. лекин ҳама гӯем ки қазоқистону ӯзбекистону туркманистон ҳамаш ҳамин дарёҳо, ҳамин обҳо аз тоҷикистон меравад ба ҳамон минтақаҳо. اونها با آب تامین هستند، لیکن برای مردم ما آب نیست. 40 سال شده است نمیتواند که کانال کند. کانال کنده از همون دریاها به همون دهاتها آب برد. نساس ها نبض کند که با همون با واسطه نساس آب کشیده به زمین ها دهد.
لیکن همین طالبان آمد یک دریای بزرگ چندین کیلومتر یا یک کانال چندین کیلومتر کند. اگر در 40 سال اگر ما کانال میکندیم همه جای تاجیکستان پر از کانال میشد. لیکن این مشکلات ها را کی انجام میدهد؟ کی حل میکند این مشکلات ها را؟ حتی که گویم که 3 تانه ماشین همون تویوتا لند کروزری 200 تا 20 کیلومتر بود یا نمیدونم 40 کیلومتر بود، امروز هم تویوتا را پیدا کردن نتوانستند. با همین رئیسی گویم که بدخشان تقریبا اون ماشین 3 تانه است. 3 تانه را آب میبرد با همون نفرهایی که در داخلش، لیکن مردم آب ندارند. آب این قدر گویم که هر امروز اگر که همین رسانه ها را خوانید، امروز خوف بالاروی آب در دریای 5 صحبت رفته ایستاده است که باید چکار کنیم؟ مردم آگاه کنیم و به هیچ چیز آمادگی کنیم. این قدر آب ها به کجا می رود؟ برای چی تا امروز گویم که آب انبارها همین گیس ها با آب پر نمی شود؟ برای چی تا امروز این قدر آب ها زیاد است؟ همه شاهد هستند، همه مردم تاجیکستان. دهقان ها بی آب هستند، مردم بی آب است. این وظیفه مسئولیت کی است؟ مسئولیت حکومت است. از برای همین باید من و شما از این مشکلات های جامعه حرف زنیم. یک حکم ناعادلانه دیروز در تاجیکستان برآمد نسبتی گویم که حکم افسری وزارت کارهای داخله 12 سال برای کشتار سلامتشاه غلچاев 12 سال دادن. حالا اینکه او افسر نیتی چی داشت؟ نیتی تجاوز دختری نابالغ. اون افسر نفر کشت. اون افسر چیکار کرد؟ از همون وکالتش استفاده کرد و عراقی که مقابل شهروند استفاده کردن ممنون است طبق قانون جمهوری تاجیکستان و دیگر قانون ها او را استفاده کرد. او افسر 5 فرزند بی پدر گذاشت. 12 سال. با 3 بار دیگه انمیسته می شود. او افسر چی؟ در آزادی. با می رود با می کشد. یکی برای یک لایک 8 سال زندان. یک لایک 8 سال زندان. یک دیگم که 2 در خدمت 2 سالدار 2 سرباز دیگر سرباز می زند می کشد و کماندیر بیچارهش می برند با 12 سال دیگه حکم میکنند. حالا که ولی کماندیر گناهکار نیست. برای چی؟ ددفشین این نظام تاجیکستان است. این کماندیر تغییر داده نمیتواند در قسم های حربی. او گناهکار نیست. چیزی که در همه مقامات جمهوری تاجیکستان پالشن سیستم میگوید که همون حساباتی گویم که چی؟ حسابات همین رقمی گویم هم میشود. بله. نمیکند. قانون کلا در تاجیکستان قانون در همه قسم ها گویم که در وزارت ها کار نمیکند. باید تو حساباتی امروز در گویم که ارتش در دیگر جاها مثال گپ کماندیرها نمیرسد. از برای همین ددفشین است در جمهوری تاجیکستان. معاش های اونها رو میپرسی 5000 7000 3000 با 3000 و 5000 و 7000 امروز در تاجیکستان زندگی کرده می شود. همون غذایی که در همون بازارهای تاجیکستان می فروشد برادرای عزیز نرخش از روسیه و اروپا قیمت است. با 3000 و 5000 همون عائلش یگان مقامدار گویم که خورانده پوشانده نمیتواند
و با این معاش کم هیچ کس کار کردن نمیخواهد در همین مقامات ها. فقط در یک گویم که با یک شرط هم همون چی؟ اگر که جایی پورگیری باشد. از برای همین این مشکلات های جامعه را، این معماهای جامعه را باید من و شما طلب کنیم که حکومت به همین گویم که طبیبان و دیگر مقامداران هر نفرهایی که وظیفه دار است برای حمایه وطن، حمایه مردم کار میکند. شب و روز خواب نکرده برای گویم که سلامتی مردم، حفظ و حمایه مردم باید معاش های اونها اقلا که برای همون معاش زندگی خوب کرده تواند. یکی این چیزها نیست. من وحشت از خداوند این ملت از صبر بودی. سلامت باشی برادر. باز یک چیز آخرین من خواستم چی کنم که گل بیبی حییت و خواهر محمد علی حییت امور 546 سامان اشتراف کردن برای خولیگانست. برای گویا که همون گویم که سرریاست اجرای جزای جنایتی گفته باشد که گویا که او زن پیرانسان اونها را تحقیر کرده باشد و حقارت کرده باشد. در رسانه خواندم. البته یک چیزی که هست که باید که در همین خواهر محمد علی حییت وقتی بر اومد همین مشکلاتی که امروز در گویم که زندان‌های تاجیکستان هست یا که در وزارت‌های کارهای داخلی هست، شکنجه، عذاب، همین چیزها هست، باید که حکومت جمهوری تاجیکستان یک کمیسیه تشکیل میداد، میرفت همه چیز رو میآموخت، مشکلات حل میکرد، نه اینکه این زن پیرانساله و 546 سامان جریمه میکرد. البته که ما میبینیم بعضی حالت‌هایی که دیروز مثال وزارت کارهای داخلی را جریمه کرد برای کشتاری که همون نفری که از کلاب آورده بودند و کشتند، همون نفر از حساب کشتاری همون نفر که سود کدام نمیدونم سود شهر دوشنبه بود کدامش جریمه کرد و چند هزار. البته که باید که این که قانون باید تطبیق شود بالای همه، باید که همه در نزد قانون برابر باشند، نه اینکه کم بغل باشد باید بالای وی قانون تطبیق شود، کم بغل باشد باید وی تجاوز کرده شود، کم بغل باشد باید وی عذاب ده، شکنجه ده. اگر بای باشد، ثروتمند باشد وی عفو کرده شود. بس از اکنون اینقدر سالها مشکلات معما بالای مردم کرد، اکنون باید چیکار کند؟ اصلاح کند این ظلم ها را و دستی ظالمی خود را از همین سری مردم بردارد. سلامت و سربلندی برای همه برادران و برای مردم جمهوری تاجیکستان خواهانیم. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بارک الله برادر. خوب، با بعضی همینجا افرادی هستن مدیراتور دقت بتید در چیز، یعنی که فقط رقم یک تاش خلاصون شیر میگه که رقم تلفن نیست. رقم تلفن نیست همین چیه؟ گفته که با شما تا کلون علاقه نگاه کنیم، رقم واتساپ های تلگرام های زنگ بزن و برنامه هم هست. یگان پرابلم نداریم. بعد رقم تلفن میپرسه، یگان انسان بچهای مدیراتور اصلاح رقم تلفن نمیپرسن، آشکار میکنن، یعنی که اینو هم مش معلومات کردن. بعد جمع شده و پیش یعنی که نوشته است کی را میگو جمع شد، یعنی اوچت جمع شد، پدر تای دودر تای همین که جمع شد باشن درسته. آخه رحمان هم تا جمع ترام جمع شدی اگه اون کازیگه نیستی، ترام جمع شدی اگه اون کازیگه شوق داری بود، ترام جمع شدی اگه اون کازیگه نیستی. تکستو گفتی گپو نمبر نویس، میگه نمبر هیچ کس در کار نیسته، یگان کس نمبر ننویسه، یگان کس نمبر نتیه، این طریق گپو نیستن. انا این پرابلم میکنه، بعد گفتی گپو برای خودتون پرابلم میشه. خلاص دیگه ایجام شد تو با پیش بلوک کرده شد دیگه، اگه خیلی رحمش نکنه توکلش به خدا تمام دیگه. جمع شد اوچت، جمع شد پدر، جمع شد برادرت، ترام جمع شد
خلاص دیگه چی فرقی داره تو که ای دیگر رو هم تر می‌نویسی. ابو بله، بعد برادر دوست، بعد 7+70. ابو بله بفرما برادر. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلامت باشه برادر. بله بله عبدالله به از خیر گپای طوری گپ زد. مقصد ما در یک روای میخواندیم در یک جزیره، اگر شما پرده من پرده عبدالله پرده به گپای خوب ها بعد قبول گپای همون گفتگی قبول. من دیگر نمیتونم دیگر چی گپ زنم. قبول برادر. بله 100%. قبول برادر. زحمت شما زحمت میکشیم و میکشیم. ما هستیم هر یک آدم تیار کردگیم نصیب باشه تاجیکستان در یکان اینفرماسی نقص نشون میتیم روزای نزدیک. تاجیکستان میریم هر حال وای کردن میریم اینفرماسی نقص نشون میتیم برادر. قبول. اما چیزی که عبدالله گپ میزنه همش تقلی ها. بله ما همه یا جدا هوایش رگیم. بله بله قبول برادر. من حرمت میکنم. سلامت باشه. حرمت میکنم. نکنید که شما تنهایی. انشالله ما میدونیم که همه مظلوم ها خطی ما هم. هر یک کسی مظلوم های ظلم شدگی امروی ما. این ما یکان نموز شک نداریم دهی. سلامت باشه. نکنید شما تنهایی. اینجا تنها شما گپ نمیزنیم. ما هم هستیم. ما ای پشت اکرانیم که به هر حال فقط ما رجامون وایه. مهم نیست که کار کنیم. مهم است که فکر باشیم. بله سلامت باشه. درسته. آدمای من هم قد شما صحبت میکنن میدونیم. آدمای شما فکر نکنید که تنها. انشاءالله میفهمیم برادر. سلامت باشه برادر. بارک الله. الله حفظت کنه. خب سلامت باشه. خب برادرای گرامی شما رنگ تکفیری و هیچ کس حق کفر نکنه. زنگ میزنه که جو زنگ زده. این تلفن در دست من خراسان شهر یگان کس جو زنگ نزده. همین واتساپ در دست من یگان گپ خبر نیست. یگان زنگ بزن میبین زنگ تمی بردار. هیچ وقت تر نیست که زنگ بزنی مو زنگ تر نبرداریم. دوست. بله دوست میکروفون تا گرام که قبضه. بله بله الله و برکاته. استاد ساز هستی؟ خوب است؟ چون گپ زدیم اکا همین دیدم همین مسکوای تماشا کردم همین یوتیوب دا نیکلای باز گفت یک هم حافظی روز در دوشنبه رفته خوب کانسر دوده. خلاصی گپ همین یک دختره بوسه کرده. همین را دیدم به حد غمگین شدم اکا. همین وجدان غم تام خدا تاجیکستان نخواه همین خد دایوسا بیناموسا بسیار شده باشند که برای یک رسی کافی را که حافظی میکنن همون رو اجازت میتن بوسه کنن با مردکا تماشا دارن. با همون دخترایی که با سطر نشان میتن همون دخترایی که سطر دانه شما گخری میرین همونجا میمرین خانه تونده باشین در کد نماز بخونین دعا کنن که امام علی رحمان دایوس بیناموس خطی بچه هاش و اولاداش الله خارش کنه همه رو چپه کنه. شما سطر میکنید نعوذ بالله. شما بازی چه کردین؟ دین اسلام با خدا شوخی کردین؟ با لایقتان شوخی دارین شما؟ یا کمتر نه گناموز کنین، یا کمتر یا امر معروف گوش کنین. او ایو کانسر شما چی میگیرین؟ شما چی جواب میتین؟ باور کن اکد همه خیلی غمگین میشن. همین
نمیدونم چی گفتن، من نمیدونم. به آدمی وجدان غم میتخه. دخترای سطر کردن ماشاءالله خوناتون داشتین یا در رکعت نماز خونه، در حق ما دعا کنین، در حق غریبا دعا کنین، در حق این مردای توجیه دعا کنین، در حق مبارزا دعا کنین. این همه ملاحاتون قل کردن، شوهاتون دفع کردن ای پیشتون، فرزنداتون دور کردن ای نزدیکاتون، همه خیلی دایوس ها میارن. همه منو دایوس کردن و ای پشت همه شما نه در مسکو دیگه ای پشتون گپ زده میشن، نه آواز دارن. همه منو محکم کردن آوازا را. یک کمتر مادرای عزیز، اپاهای عزیز، صدقتون شم، این کارا رو بس کنین، امر معروف گوش کنین، در هم پنهانی گوش کنین، در پنهانی دعا کنین. این کانسر اگان چی فایده نیست. دایوسا چاپلوسا شما کجا دارین؟ فقط تاجیکستان آبادی میگن. او کجای تاجیکستان آباد است؟ در تاجیکستان غیر از همه زنا یگام چی آبادی نیست. غیر از زنا یگام چی آبادی نیست. غیر از زنا یگام چی پیشرفت نیست در تاجیکستان. چی پیشروی کرده امام علی رحمان همین سال پرزیدنت کرده؟ فقط دیسکاتک هوی کرده، همه رو نارکمان کرده، همه رو دایوس کرده. این بیگو لایف دم همو خیلین، تیک تاک دم همو خیلین، در یوتیوب هم در تمام اینجا فقط دایوسا بسیار شدگی. بس کنین این دایوسی رو، بس کنین، بر بگردین بر دین خدا. تکفیری و مکفیری رو کم گوش کنین. هیچ همین اسلام همین شما 5 چی رو بدونین، رکنهای نماز شما بخونین، بسیار شما نه مذهب بخپین، ولی چی شده مذهب در کار نیست. خیلی مذهب بیزار در کار نباشه. خدا کجاده و کاری تو چی که خدا کجاده؟ تو چی کار کردی؟ تو در دین اسلام چی کار کردی که کار نشه دیگه در روی دنیا تو با بالا برآمدیستی؟ نماز تا بخون، ولی همین سوره الحم نمیدونه. همین سوره الحم از یاد که با زبان عربی این کریلیکی تاکه بگی در هم تار سرت بزن دندانات کجیره شوه. با زبان عربی گوش کن. خوب استاد نمی خیلی گفتنی ها بدین. ماشاءالله گفتن. خدا نگهبان تان باشه. مسئله که عمر کرملیوف رفت دوشنبه دفتر توجیک کاب میتیا و انا جشتریه لینگوشی تریه او را دیدی قرض نکرد که او کرملیوف شنا دیدی. باور که اکا وجدانم والله قسم اکا خود نه او شنا دیدم. راستی گب او شنا دیدم اکا. بازی نشونت میتیم اوشم ببین. انا ایجا بوشیا یگان نمود خیلی نیستن. او رستم در کار باشه زنش امرو میتیاش دخترش امرو میتیا برای درست در یگان نمود خیلی ایمون و انسانگاری وجود نداره. بازی نشونت میتیم نگاه کن بازی خوب میبینی که میفهمی چی گفت. نگاه کن بازی نشونت میتیم نگاه خب نگاه کن رستم. У нас исправилось. Смотрите, платье изящно, красиво, правильно? Не в юбке, которая, я не знаю, ниже колена должно быть. Пожалуйста, нормально платье. Старый тоджика нишон додес аст ки айзамун поён короче чита. Неша чи мегӯи? Иша мачакш наказ да пеш камеда ки ай баъд миран у маълум ай чи гапай. Иша қарз намекунад. Ана ёра. باور که تمام دختری توجیک که میآیند همین پیشواز میگیرن وجدان و غم میتمه و خود من همچون خودم یک مسلمان میدونم همچون کوشش میکنم 5 وقت نماز میخونم تمام من همه خیلی وجدان و غم میتم باور کنم میبینم دیلم تو دیکه میشوه. من اکال نگاه کنم. اینه کمیل میرزا علی. میرزا علی خط رئیس میگه یا دایوسی میگه. اینه با دایوسش اینه زین الله رئیسی فرودگاه. دایچی کمیه. الله لعنت کنه یارو. الله یارو لعنت کنه. اینه میره همینا. اینه میره دولت دست میوه. اینه میره بفهمه دیگه چی تون بگیم. کدام گپی ما دیگه چی داره؟ اینا میان که گفته گپا با همین وضعیت آوردگی رساندگی ان موشمون. بله سلامت باشید. الله لعنت کنه یارو. الله مهربان لعنت کنه یارو. تو این لعنتی ها چاپانش وان
گمانی نیک کنه به الله تون. خداوند ما و شما را پیروز میگرداند. سلامت باشید. نه بله الله انشاءالله انشاءالله شما و بچهای الله پایین مهربان نگهبان کن بود کرده اکا. سلامت باشید. خب بیننده عزیز گرامی، در گذاشتن لایک‌ها و در چی میگن نظرسنجی که گذاشته شده است چی کنید، یعنی که آواز خودتان بوتید، آوازتان بمونید. 101 نفر در نظرسنجی که در چی گذاشته شد، در اصلاح لایف گذاشته شد، اشتراک کردن. 96% بله فروشی برق هست، نه مشکلی برق تاجیک. 4% میگن مشکلی برق تاجیک، مشکلی فروشی برق نیست، یعنی 4% مشکلی برق تاجیک. خب در چی بود، در اصلاح در انگلیش و فیلم نگذاشتن نظرسنجی را. فیلم در اصلاح انگلیش، در اصلاح انگلیش گذاشتگیش نیستن، فقط تنها در اصلاح لایف گذاشتگی هستن. خب برادر 7+70 سلام علیکم و رحمت الله. 7+70 7+70 شعر نر میشنوی؟ 7+70 نشنویده هستن. صدای من هست؟ 7+70 نیست بفرمایید. خب ریگری بله سلام علیکم فرمایید. سلام درود استاد گرامی، امیدوارم خوب است. سلامت باشه برادر. بله مسئله درباره برق برای چی نمیتیه امام علی لعنتی حرامزاده این گشنه برای اون که همو گشنه بده همو گسی نورک کتی همو روغون همو آبشه کتی همو برق میخورد. این بدخو آبشه کتی برق میخورد لعنتی. برای اوای مردم باید ترس کنار گذارن، تلخکف نشوین، مرغ نشوین، باید دیگر عمل کردن در کره، باید کاری کردن در کره که بدخو انشالله شکست میخوره. این لعنتی یک کاری کردن در کره، سرجم شدن در کره، یک طرف کردن در کره، همین کوز میمونی کنج زندان. بعد مسئله ای که دختروی گولی میکنن لعنتی های دیوسوی حرامزاده ها، شما همین همتون جواب میگین لعنتی ها. الان امام علی لعنتی تو من گوش کن لعنتی، تو همه 7 دختری قنچقه کتی زنی مچخر بر گولی کنن هم که فرم لبوسای تنگ تنگ پشون یا گولی کن در پیش همو برومدگی انکو اومدگی همو کرملیوفای قاورمیوفای در پیش پوتین برور زنی منجلوکیتا برور همجا گولی نشون تی رستمی گونگی لعنتی تو پدر لعنت در پیش این مردم جواب میگی. الو تو را خور کنه لعنتی اینه بینن ای الو شما زن لعنتی و که شما زنجلبوی منجلوکی پدر لعنتا گلبوین میبرورین این دختروی جا نشون میتین. ای الله شما زن اینو همه دخترای همه اوخی دیکیان اوخی دنیای دیدگی نیستن اینجا برو واردیان تنگ اکک پشوندیان و اینجا تعریف داره این موی سرش همین دختره که وقتی که مرد که دیگر میزنه موی سرش هم تریکت اوجه وای میفورشته هم خیلی همه قنچقه بروارگیان همینجا نشون داده. من نسم دل پسیخولوگی دختره میدونم ده اوخی من پول نمیدونم، من پسیخولوگی دختره پول نمیدونم اوجه. من این لعنتی ها همو خودشون گلبوین که گیان میبرورن ده ای کیم کدوم دیگر مردم نشون میتین که خیلی نه. الله تو را خور کنه امام علی لعنت کرده گلبوی پدر لعنت، تو پدر لعنت یک کم ترک تو پدر لعنت میگی سطر حجاب میگی ای و ایمونیس آدمای گمراه گشته اوخی آدمای گمراه گشته سطر حجاب میکنن. اوخی تو پدر لعنت دختر همه شلا و تو گمراه گشته نیستی، همه مسجدوی محکم کردی دیسکتیک شده. الله تو را خور کنه از الله نمیته. ای پدر لعنت دینسدیس مشرک ای پدر لعنت اینه بینن پوچه بینن. اوخی الله لعنت کنه زنی رستم برور نمخی تماشا کنه موخی مویقه مخالفین در بزنی دادور گشتیم پدر لعنت این قصص هم میگیریم. پدر لعنت این قصصی که ما در بیرون
заномон дар ватан ай падар лаънато шумо дар дурун хеле кайфу сафо карда гаштестем духтарои тоҷика фақат шарманда дори Эмомалӣ лаънатӣ ба ном тоҷик падар лаънат қаллиғи чағатай фақат тоҷика таҷовуздории мардои тоҷика пиштест ту паданалад ту падарсак ҷавоб мегӣ ту паданалад на миллати худут на қаллиғи худут да раҳм кардӣ на узбек да раҳм кардӣ на дигариш да раҳм кардӣ охи яхел падар лаънатиш бо тоҷик меган охи падар лаънато охи тоҷик чӣ кор кардаида шумо алло шумо хор кунан аму чағатае охи Эмомалӣ лаънатӣ ҳам ай зино таваллуд шудагӣ ҳам қаллиғи лаънатӣ ба ном тоҷик бечораи тоҷика дар ҷаҳон шарманда кардай терроризм гуфта бечора тоҷик ҳама чӣ шудиянд хор шудагиянд дар ҷаҳон тоҷик миллати тоҷик қотил хунхор нестай миллати тоҷик фақат модарои миллати тоҷик донишманд олим шоиру инсону донишманд таваллуд кардай на ба мисли модарои дигар инсоное ки меган тоҷики хеле тоҷику хеле касоне ки мега на ба модарои дигаре ки дигар инсоное ки мега қотилу аҳриману дилсанг таваллуд кардай миллати тоҷик миллати қотилу хунхор нестай миллати тоҷик миллати бо фарҳангай миллати раҳмдилай миллати ростгӯ аст барои ҳамин рост гуфтаниш раҳмдилиш шикаст хӯрдагиай миллати тоҷик дар макри дигар инсонҳо дуромада пароканда шудагиай алло шумо хор кина ина якта чағатаиш ба ном падар лаънати калахари аз дино таваллуд шуда алло тура хор кина бадхо дигар мардум натарсен ин Эмомалӣ ҳамватанон ман просто ҷудо намекунам ман намегум ки узбек қаллиқ ҷудо намекунам валлоҳи қасам биллоҳи қасам таллоҳи қасам просто қарм мекунам ба ном тоҷик ҳамая таҷовуз кардай фақат модарои тоҷика таҷовуз мекуна лаънат карда мардои тоҷика фақат куштак то анами 35 сали сол фақат донишмандои тоҷика олимоя донишмандои моя фақат кушт фақат сиёсатмадоро ҷавонмардои нара кушт падар лаънат модарои моя фақат тоҷикоя таҷовуз дора фақат занои тоҷика таҷовуз дора лаънати иншолло шикасти ту лаънати наздика иншолло мо пирӯз хоҳем шуд ман дар ин роҳ биромадам ман то он замоне ки хун дар баданам ҳаракат мекунад иншолло ба амри худо ман зидди ту пирсаги бадхо мезанам ту кӣ ҳасти ту як пирсаге ки аз як зино таваллудтаги ман аз ту тарсам агар ба мисли ман агар боша ҷавонмарде ку падар лаънат агар ҳамин 100 боша ту падарлаънат даф мешӣ просто ман таъриф намекунам валлоҳи қасам ба мисли ман 100 нар бори агар хеза агар ку ту ҳамун катиам тарафдорои калахаре ки ҳасте ку падарналат шумо шапалоқ шапак карда даф мекунам ман падарналат ман 100% ман гаранти метем устоз таъриф намекунам ман 100 километр 50 километр ҳамхе миёна медавам оли машқ накардам мисол чанд сол шуд ман ҳами давиданда ҳами средни 50-60 километр ҳами ба мисли ман боша агар ку ман ҳами ҷонсахтмонаша обарам ман очашаба ялинга медавам оча шахар ин лаънатия ку паданат ба мисли ман боша и паданат ҳаму калахарои ку шапалоқ кади зада чапа мекунам бародар муҳаммад иқбол ман валлоҳи қасам ҷинсу майдая не ки ман 80-100 килое ку зада ку паданалата ҳами қалм кирда зада мегрезонам ку дида мегреза ҳамиха мебинам мегреза паданалат просто иҷада мард шудан дар курай ман таъриф намекунам худа дар чанд ҳолатҳое ки ман дар ин минбар мегум сукути ман астар шидагӣ нест ина мана донанд касоне ки мана медонанд сукут кардаги ман атарс нест ман паданалат ман и падарлаънат наметарсам аз ин чорпаракундаи мақомдорое ки тарафдорӣ аз ин саг мекунанд ман наметарсам аз шумо лаънатиё ман танҳо аз аллоҳи яктое ки мана офаридай ман аз шумо дурунтон пригӯҳ наметарсам лаънати шумо як бандаи худоен шумо ки ҳастен лаънатиё ҷони ман дар дасти аллоҳ дар дасти шумо сагоями паданалато ман ку ҳамаха ку забон ба забон газида истодам падарлаънато ҳаматон ҷавоб мегин шумо падарлаънато ҳаматон ҷавоб мегин ман анаму регарӣ падарлаънато умри ман боша шумо падарлаънато ҳаматон ҷавоб мегин майлиш бародар
خوب بیننده عزیز گرامی در گذاشتن لایکاتون کوتاهی نکنید. فعلا در اصلاح لایف بچه‌ای که اشتراک کردند و 67 لایک و امروز 23 نفر یعنی که پادپیسات کردن به شبکه اصلاح لایف. برادر گرامی در شبکه یعنی که آبونه شوید. آبونه شدن شما یعنی که شما را از دور بودن از تمام چیزایی که ما نشر میکنیم یعنی تستر آگاه میشه. انشاءالله که افیرای ما را انشاءالله که بهتر خوبتر میتونه تماشا کرده. در کانال اصلاح لایف آبونه شوید بیننده عزیز گرامی. انشاءالله امیدواریم که این قضیه را دیگر تکرار نکنیم. در تلگرام اصلاح آبونه شوید. خب بله 7+70. سلام علیکم. شیر نر و فیرم تلفن موندگی گوش نکای. بله صدا پسته. و علیکم السلام و رحمت الله. بله بله آواز آماده است. یکی پسته. بله بله گابزه سوزه گابزه. فقط یگان گپای میکشیم میکنیم یگان کار از همین گپای عادی بوده ادیکوات نیم. بله گپای گپا رو میگه نگو. سلام علیکم. بله 7+70. 7+70. شیر نر در جای صداد نیست. 7+70. 7+70 نیستی. خب بعد ما نگم که گفتی گپا. بله سلام علیکم. گابزه. و علیکم سلام. بله گابزه. پرامو افیر داریم. گابزه گوشت کسیم. بله پرامو افیر значит پرامو افیر گاب نمیزنه برادر. بله گاب آوازت میام یک شیش چون نمیدونم ممبر یا خودش خیلی هست. نمیدونم خودش با فکر میکنم. مقصد دیگه فهمی چی گفتن ما برای همین اخبارای همین اخیران همین اوفیزو میان روسیه ماسکو همون بدبختو برای همین سخن کردنی ما همون مقصد همون خبیث بدبخت میایم همون مسلمانو میبرند بعد خیلی همین آدما همین فیلم میبرند میگن یگون خبر میکنیم یگون کار میکنیم. برادرو کردن در کورای بسم الله کردن در کورای نه رئیس پومیر الله جوشا دوزخ کنه رویش کردیم با جهنم. شما را نشون تیختونه بسم الله الرحمن الرحیم. با گفتن نمیشوه اوجه نه ناموس موندگی نه هیچی. همه همه را اون آوردستن زنکای توجی کده همجا زینو کده رفتیستی همه تو دیدستی. او رئیسی پومیرا اس رویش کرد با جهنم. اما خودشون میکشن استفادهش میکنن اما خودشون میکنن استفاده میکنن میبرن رویش میکنن میروه. رویش کرد و خیلی خلاص که مهم که همین دولت خودش استفادهش بود رویش کرد. مقصد کار بکنین همین کسی میگه که حرکت سیاسی نشون خودتون بتین. اینم خیلی هیچی نیستم برنامه خدا یگان چی نیستن نه هیچی ندارن حرکت نشون بتین. فقط همین کار یا ترس هر روز دارم. ای گفتن یو بخدا نمیترسن هر یا شعر و ناله در توجیکتور هر یا شعر و ناله که بخدا نشون بتین و خیختونانم خیلی نشون بتین روی کنی رئیس. سلامت باشی برادر. سلامت باشید. خوب بله بیننده عزیز گرامی چنونه که دیروزم البته در تلگرام اصلاح هم نشر کردیم کدومی که جسدی آب شسته‌ای یعنی که علیشه میرزان‌آباد تا پاسپورت داخلیش تمامی دکومنت کامپیوتر همه چیزش در تلگرام اصلاح پرتافتگی. بارها میگیم که در تلگرام اصلاح آبونه شوید یعنی که همه چیزایی که در یوتیوب دیدهشان نمیتونه در تلگرام اصلاح میتونید دیده. تنها علیچی میرزا علیشه میرزان‌آباد خداوند اینم خیلی شرمنده میکنه وقتی مرده یعنی که گلبدین زیابک در پیش قصر حکومت بردن چند روز گردوندن نفهمید. انمیت خداوند بعد از چند سال جزات میتیه تنها لیچ نمیته
و ننجیک ببدنک لتکون آیة للعالمین. خداوند برای فرعون گفت جسد یعنی که از درون همو او به شرط گرفتن که تو اینکه یک نشانه برای یعنی که آینده ها باشه. یعنی که یعنی جسد علیشه میرزانابوتا از درون او بعد از 10 روز یافتن، یعنی که یک آیت یا نشانه برای آیندگان ظالم باشه که خاصتا اس مخوف و خاصتا رمضان رحمزاده که مردم از ظلم دوری و هم خاطر یعنی که خوب دقت کنه که نهایتون انمی خیلی مرگی حساب بزیبه بود. آخر همه یگان کس تعذیه بیان کردگی نیست، همه فقط الله لعنت کنه علیشه میرزانابود به این ظلم کردگی. انمی خیلی یعنی مردم هم تایتون میکنن با اون خاطر خوب دقت کنه، خوب بفهمه که وضعیتون به همین شکل به همین حالت یعنی که با پایان میرسه. خوب بیننده عزیز گرامی، انشاءالله امیدواریم که خدا نصیب کنه تمام برنامه‌های منبر مهاجر در یعنی که کانال اصلاح.tv گوگل گذاشته شدگی است و الحمدلله دیگر همه برنامه‌ها تا 200 یعنی که 14 یعنی که 216 هم 15 هم گذاشتن تا 216 هم انشاءالله که میگذارن. حتما انشاءالله هم برنامه‌های یعنی که برنامه‌های ما الحمدلله که در اصلاح.tv گذاشته شدگیان و میتونید که برنامه‌ها را یعنی که ببینید و الحمدلله حدود 400 نفرم 407 نفرم پادپیساتسیا با کانال اصلاح.tv یعنی که گوگل کردگیان، میتونید که در اونجا پادپیساتسیا کنید تو برنامه‌ها را دیگر هم وقت در تلفنتون عادی بدون اینکه یوتیوب تماشا کنید میدروید یعنی که تماشا میکنید. نوارها همه چیز ماندگی هستند ان شاء الله که برنامه‌ها نوارهای یعنی که نامه‌ها از ناحیه ها هم حاضرم تا اخیران شب بگذارن. بعد از اون برنامه جدید هم گذاشتن میگیریم و در یوتیوب هم اگر برنامه نوشه ان شاء الله که اون کانال اختیار میکنیم خدا خواه و گذاشتن میگیریم برنامه‌های نامه‌ها از ناحیه ها. و دیگر سیمیکا نیوز که فردا دیگر گذاشتن هم میتونیم روزی 30 ان شاء الله که در اون کانال گذاشته کارهای نوشتن و کارهای آمادگی اصلاح یگان نمود خیلی در کار توقف نکرده است، کارهامون ادامه داریم. مثلا حاضی من یک گزارش برای ملت دادیم تو اینکه بفهمن برنامه یعنی که دنغره هست، برنامه خراسان هست، برنامه دیگر هم هست، یک برنامه دیگر ایشم هست، نامه رامید 1 نامه از رامید 2 نامه از رامید 3 یعنی که 370 نامه ها از ناحیه ها 371 نامه ها از ناحیه ها آلمان سیمیکا نیوز شماره 30 گولیا اونو وادی شیران از فیض آباد یعنی که هست. همه برنامه الحمدلله که مطلباشون آماده هستند، هم نشر می شوند و هم یعنی برنامه‌هاشون آماده می شود و تقدیم مردم می شود ان شاء الله. پس شما فکر نکنید که یگان نمود خیلی کار ما توقف کرده است و هیچ کاری ما توقف نکرده است و کارمون یعنی به همون شکل که هست ادامه میکنیم. برادران گرامی در همکاری با اصلاح کوتاهی نکنید، همکاریتون ادامه بدید. چندین یعنی که کارهای مهمتری داریم که باید الحمدلله انجام شوند. پس سهم خودتون بگیرید در هر کجا که هستید، سهم خودتون به خاطر همراهی کردن با اصلاح حتما یعنی که انجام بدید تا اینکه بتونیم ما کارهای خوبتری را ان شاء الله که انجام بدیم. خوب بیننده عزیز گرامی، در آخر دعا میکنیم که الله سبحانه و تعالی این ملت ما را پیروز بگرداند و الله سبحانه و تعالی تمامی ظالمانی که در ظلم این ملت دست دارند خداوند در جای آن مظلومان در زندان ها قرارشون بده. الله سبحانه و تعالی عزت و شرف برای ملت تاجیک و شهروند تاجیکستان عنایت کند و خداوند هر افرادی که به این مردم دشمنی دارند و ظلم میکنند و بوزی میکنند تا اینکه یک نفر شهروند بفروشند تا زندانی شود و پول کار میکنند و نهایت بدی را از این ملت ان شاء الله امیدواریم که این ملت هم خداوند برای اونها قدرت میده که نهایت بدی به این ظالمان میرسن و ان شاء الله امیدواریم که الله سبحانه و تعالی خودش هم نهایت بدشون به مانند علیشیر میرزان‌آباد شماره 287 برای یعنی که نشانه ظفر و نشانه روزی نو و نشانه پیروزی را ان شاء الله برای این ملت عنایت میکند و مانند فرعون جسدهای این ظالمان خداوند همین خیل از آب و از نمیدونم دشت از صحرا جمع میکنند
و یک نشانه برای آیندگان این ظالمان ان شاء الله که میشود. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.